کتاب ایوب باب یکم. سیمای معنوی ایوب، دارایی و پارسایی او. مردی در زمین اوس بود که ایوب نام داشت و آن مرد به عیب و راستکار و خداترس بود و از بدی دور می شد. و به او 7 پسر و 3 دختر تولد یافتند. و چاروای او از 7000 بز و گوسفند و 3000 شتر و 500 جفت گاو و 500 مادخر عبارت بود. و او غلامان و کنیزان بغایت زیاده داشت و این مرد از تمام اهل شرق بزرگتر بود. و پسران او رفته در خانه هر یک در روز وی بزم برپا می کردند و کس فرستاده 3 خواهر خود را دعوت می نمودند تا که با آنها بخورند و بنوشند. و هنگامی که دوره روزهای بزم انجام می یافت، ایوب کس فرستاده آنها را تقدیس می نمود و سحرگاهان برخواسته موافق عدد همه آنها قربانی های سوختنی می برآورد. زیرا که ایوب می گفت شاید پسرانم خطا کرده خدا را در دل خود خاری داده باشند. ایوب همه وقت چنین عمل می کرد. شیطان به پارسایی ایوب نیکو احوالی او را سبب نشان می دهد. و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا که پیش خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان آنها آمد. و خداوند به شیطان گفت از کجا آمدی؟ و شیطان به خداوند جواب گردانده گفت از دور زدن بر زمین و از گشت و گذار کردن بر آن. و خداوند به شیطان گفت آیا به بنده من ایوب دقت دادی که مثل او مرد بی عیب و راستکار و خدا ترسی که از بدی دور می شود بر زمین نیست؟ و شیطان به خداوند جواب گردانده گفت آیا ایوب به سبب از خدا می ترسد؟ آیا تو برای او و برای خانه او و برای هر چیزی که او دارد گرداگرد حصار نساخته ای؟ عملی دستهای او را تو برکت داده ای و چاروای او بر زمین پهن شده است. اما دستی خود را دراز کرده به هر چیزی که او دارد بزن، تو را به حضورت دشنام خواهد داد. و خداوند به شیطان گفت اینک هر چیزی که او دارد در دست توست، فقط به خود او دستی خود را دراز نکن. و شیطان از پیش خداوند رفت. و روز واقع شد که پسران و دختران ایوب در خانه برادری نخوزاده خود می خوردند و شراب می نوشیدند. و قاصد نزد ایوب آمده گفت گاوها شدگار می کرد و مادخرها در پهلوی آنها می چرید. و مردم سبا هجوم کرده آنها را گرفتند و نوکران را به دم شمشیر زدند و تنها من رها شدم تا که به تو خبر دهم. هنوز وی سخن می راند که دیگری آمده گفت آتش خدا از آسمان افتاده بز و گوسفندان و نوکران را سوزاند و آنها را نابود کرد و تنها من رها شدم تا که به تو خبر دهم. هنوز وی سخن می راند که دیگری آمده گفت کلدانیان 3 دسته شده به شترها حمله آوردند و آنها را گرفتند و نوکران را به دم شمشیر زدند و تنها من رها شدم تا که به تو خبر دهم. هنوز وی سخن می راند که دیگری آمده گفت پسران و دختران تو در خانه برادری نخوزاده خود می خوردند و شراب می نوشیدند. و اینک باد عظیم از جانب بیابان آمده 4 کنج خانه را فرا گرفت و آن بر جوانان فرو رفت و آنها مردند و تنها من رها شدم تا که به تو خبر دهم. آنگاه ایوب برخاسته جامه خود را چاک زد و موی سر خود را گرفت و بر زمین افتاده سجده برد و گفت از بطن مادر خود برهنه بیرون آمدم و به آنجا برهنه خواهم برگشت. خداوند داد و خداوند گرفت، اسم خداوند مبارک باد. در همه این ایوب خطایی نکرد و از خدا شکایت ننمود. کتاب ایوب باب دوم. ایوب بار دوم به اختیار شیطان سپرده شد. و روز واقع شد که پسران خدا آمدند تا که پیش خداوند حاضر شوند. و شیطان نیز در میان آنها آمد تا که پیش خداوند حاضر شود. و خداوند به شیطان گفت از کجا آمدی؟ و شیطان به خداوند جواب گردانده گفت از دور زدن بر زمین و از گشت و گذار کردن بر آن.
و خداوند به شیطان گفت: آیا به بنده من ایوب دقت دادی که مثل او مرد به عیب و راستکار و خدا ترسی که از بدی دور می شود بر زمین نیست؟ و او هنوز به بیعیبی خود قائم است و حالان که تو مرا بر ضد او برانگیختی تا او را به سبب نابود کنم. ولی شیطان به خداوند جواب گردانده گفت: پوست در عوض پوست است و هر چیزی که آدمیزاد دارد برای جان خود خواهد داد. اما دست خود را دراز کرده به استخوان و گوشت او بزن، تو را به حضور دشنام خواهد داد. و خداوند به شیطان گفت: اینک او در دست توست، فقط جان او را نگهداری نما. و شیطان از پیش خداوند رفت و ایوب را از کف نایش تا فرق سرش به مخوی سخت گرفتار کرد. و او سفال پاره گرفت تا که خود را با آن بخارد، در حالتی که اندرون خاکستر نشسته بود. ایوب و زن او. و زنش به او گفت: آیا تو هنوز به بیعیبی خود قائم هستی؟ خدا را دشنام ده و بمیر. ولی او به وی گفت: تو مثل یکی از سیفلگان سخن میرانی. نخواد که نیکی را از خدا قبول کنیم و بدی را قبول نکنیم. در همه این ایوب با لبهای خود خطای نکرد. ایوب و 3 دوست او. وقتی که 3 دوست ایوب تمام این بدی را که به سر او آمده بود شنیدند، هر یکی از مکان خود الیفاز تیمانی و بلداد شوهی و سوفار نعماتی رهسپار گردیده متفق شدند که با همدیگر آمده به او همدردی اظهار نمایند و او را تسلی دهند. چون از او چشم انداخته او را نشناختند، آواز خود را بلند کرده گریستند و هر یک جامه خود را چاک زدند و خاک بر سر خود سوی آسمان پاشیدند. و 7 روز و 7 شب با او بر زمین نشستند و کسی به او سخنی نگفت، زیرا دیدند که درد او بغایت سخت است. کتاب ایوب باب 3. نطق یکم ایوب، شکایت و اندوه او. بعد از آن ایوب دهان خود را گشاده روز خود را نفرین کرد و ایوب ندا کرده گفت: نیست بود روزی که در آن تولد یافتم و شبی که در آن گفته شد نرینه به وجود آمد. بگذار آن روز تیره شود، آن را خدا از افراز به حساب نآورد و روشنایی بر آن ندرخشد. بگذار آن را تیرگی و ظلمات فرو برد، ابر بر آن ساکن شود، کسوفات روز آن را در دهشت اندازد. بگذار آن شب را تاریکی در بر گیرد، آن به روزهای سال شریک نشود، به شماره ماه‌ها داخل نگردد. اینک بگذار آن شب نازای باشد، ترانه سرایی در آن شنیده نشود. بگذار آن را نفرین کنندگان روز که می توانند اژدر را بیدار کنند لعنت گویند. بگذار ستاره های شام آن تیره شود، آن به نور انتظاری برد ولی نباشد و بگذار مژگان سحر را نبیند. برای آن که درهای بطن مادرم را نبست و عذاب را از چشمانم پنهان نکرد. چرا وقتی که از بطن بیرون آمدم نمردم و هنگامی که از رحم بر آمدم جان ندادم؟ چرا زانوها مرا قبول کرد و چرا به من سینه دادند که بمکم؟ در آن صورت حالا می خوابیدم و فراغت می نمودم، خواب می کردم و آرام می یافتم. با پادشاهان و مشاوران زمین که برای خود ویرانه ها را بنا می کنند، یا با میران که طلا داشتند و خانه های خود را از نقره پر کردند، یا مثل افغانه گورانیده شده ناموجود می بودم، مثل طفلانی که روشنایی را ندیدند. در آنجا شریران خشمگینی را بس می کنند و در آنجا بی‌مجالان آرام می یابند. بندیان با یک جایگی راحت می کنند، آواز نظارتچی را نمی شنوند. خرد و کلان در آنجا برابرند و غلام از آقای خود آزاد است. چرا روشنایی به سیاه‌بخت داده می شود و زندگی به کسانی تلخکام که آنها به مرگ انتظاری می برند و آن نمی آید و آن را بیشتر از گنج جستجو می نمایند. و هرگاه که قبر پیدا کنند
شادی کنان به وجد می آیند و خرسند می شوند. چرا زندگی به مرد داده می شود که راهش گم شده است و خدا در گرداگرد او خاربند ساخته است؟ پیش از نان من آه و واه من می آید و نعره های مثل آب جریان دارد. زیرا ترس و بیمی که داشتم بر من غالب شد و چیزی که از آن می ترسیدم به سرم آمد. مرا آسایش نیست و آرامی نیست و فراغت نیست و مصیبت فرا رسیده است. کتاب ایوب باب 4. نطق یکم الیفاز. و الیفاز تیمانی جواب گردانده گفت: اگر کسی کوشش نموده به تو سخنی گوید، آیا طاقت شنیدن داری؟ ولی کیست که تواند از سخن گفتن خودداری کند؟ اینک تو بسیار کسان را پند داده ای و دستهای بیمدار را تقویت نموده ای. سخنان تو رو افتاده را به پا می خیزاند و زانوهای لرزان را تو قوت می بخشیدی. ولی اکنون به سر خودت آمده است و تو بی‌طاقت شده ای. نوبت به خودت رسیده است و تو از روح افتاده ای. آیا توکل تو به خدا ترسی تو و امید تو به بی‌عیبی راههای تو نیست؟ یک ملاحظه نما: کیست که بیگناه باشد و تلف شد و راستکاران در کجا نابود شدند؟ چنانه که من دیدم کسانی که برای خباثت شدگار نموده ناانصافی را کشت می کنند، حاصل آن را می دروند. از نفس خدا تلف می شوند و از دم غضب او محو می گردند. نعره شیر و آواز ارسلان و دندانهای شیر بچه ها می شکند. نر شیر که نخجیر نمی یابد تلف می شود و بچه های ماده شیر پراکنده می شوند. و پیش من چیز مخفی ظاهر شد و گوش من پیچی راست از جانب آن شنید. در میان اندیشه هایی که از رؤیاهای شب پیدا می شود، وقتی که آدمان را خواب زیر می کند، مرا ترس و لرز فرا گرفته همه استخوان‌هایم را به لرزه انداخت و روحی از پیشم گذشت. مویهای بدنم سیخ شد. او راست ایستاد ولی شمایلش را نشناختم. فقط صورت در پیش نظرم بود. خاموشی حکم فرما بود و آواز شنیدم: آیا انسان به حضور خدا عادل می شود؟ آیا مرد به حضور آفریدگار خود پاک می شود؟ مادامی که او به بندگان خود اعتماد ندارد و در فرشتگان خود نقصان می یابد، چقدر زیادتر در ساکنان خانه های گیلین که اساسشان خاک است و مثل کویه زود محو می شوند. از صبح تا شام پاره پاره گردیده به صورت ابدی تلف می شوند به آن که کسی به آنها دقت دهد. آیا رشته حیاتشان در آنها بریده نمی شود و آنها می میرند در حالتی که حکمت پیدا نمی کنند؟ کتاب ایوب باب 5. دوام آن. پس دعوت نما، ولی کیست که به تو جواب گرداند؟ و تو به کدام از مقدسان مراجعت خواهی کرد؟ زیرا که خشم به عقل را می کشد و حسد ساده لهو را به هلاکت می رساند. من دیدم که به عقل ریشه می دواند و ناگهان مسکن او گرفتار بلا شد. فرزندان او از نجات محروم می شوند و نزد محکمه آزار می کشند و خلاص کننده نیست. در صورتی که حاصلات او را گرسنگان می خورند و از درون خاربندها آن را چیده می گیرند و غارتگران مال و ملک او را فرو می برند. زیرا که جفا از خاک نمی روید و عذاب از زمین نمی سبزد، بلکه آدمی زاد برای عذاب زاییده می شود، چنان که شراره ها پریده بالا می برایند. اما من به خدا التجا می نمودم و دعوای خود را به خدا می سپردم که او کارهای بزرگی به حد و حساب می کند، کارهای عجایبی که سان و شمار ندارد. او بر روی زمین باران می دهد و بر روی صحراها آب می فرستد. او افتادگان را به مرتبه بلند می رساند و غمزدگان نجات یافته سربلند می شوند. او دسیسه های مکاران را ویران می کند و دستهاشان نائل نمی شود. او خردمندان را به مکر خودشان گرفتار می کند و مشورت کجکاران برباد می رود.
آنها روزانه به تاریکی دچار می آیند و پیشینگاه مثل آن که شب باشد دست دست کنان راه می روند. او بینوا را از شمشیر دهان آنها و از دست زورآور نجات می دهد و امید برای به مجال پیدا می شود و ناانصافی دهان خود را می بندد. اینک خوشا کسی که خدا را تنبیه نموده است. پس جزای قادر را رد نکن، زیرا که او مجروح می کند و خودش جراحت بندی می نماید. او ضربه می دهد و دست خودش شفا می بخشد. در 6 مصیبت تو را رها می کند و در 7مش به تو آسیب نمی رسد. در وقت قحطی تو را از مردن خلاص می کند و در جنگ از دست شمشیر. از پیش زبان پنهان خواهی شد و از فلاکت وقتی که آید نخواهی ترسید. بر تاراج و بر قحطی خواهی خندید و از حیوانات زمین نخواهی ترسید، زیرا که با سنگهای صحرا تو اتفاق خواهی کرد و حیوانات صحرا با تو صلح خواهند بست و خواهی دانست که خیمه تو سلامت است و چون مسکن خود را تفقد نمایی چیز کمی نخواهد کرد و خواهی دانست که نسل تو سرشمار است و اولاد تو مثل علف زمین و در کهنسالی به قبر خواهی رفت مثل بندهای غله که در مفصیمش غرم کرده می شود. آنچه ما تفتیش کرده ایم اینجاست و آن درست است، پس تو آن را بشنو و برای خود بدان. کتاب ایوب باب 6. ایوب به الیفاز جواب می گرداند و دلسوزی او را می طلبد. و ایوب جواب گردانده گفت: کاش که غصه من برکشیده می شد و عذاب مرا با آن بر ترازو می گذاشتند. زیرا که حالا آن از ریگ دریاها وزنین تر است، بنابراین سخنانم سخت است. زیرا که تیرهای قادر اندرون من است که زهر آنها را روح من می چشد. دهشتهای خدا بر ضد من صف بسته است. آیا گورخر در علفزار هنگ می زند؟ آیا نرگاو در سر آخور خود معاص می زند؟ آیا چیزی به مزه را نمک نزده می خورند؟ آیا سفیدی تخم طعم دارد؟ جان من از دست رساندن به این چیزها نفرت دارد. آنها مثل چرکاب جسم من است. کاش که آرزوی من به عمل می آمد و خدا امید مرا به اجرا می رساند و خدا توجه نموده مرا محو می کرد و دست خود را دراز کرده رشته عمر مرا می برید. و این برای من باز یک تسلی می شد و من در اذیت به امان خود از آن دلخوش می شدم که سخنان قدوس را انکار نکردم. من چه قوتی دارم که امیدوار شوم و چه مرادی دارم که صبر پیشه کنم؟ آیا قوت من قوت سنگ هاست؟ آیا جسم من از میس است؟ آیا من کاملا به مجال نیستم و توفیق از من دور نشده است؟ مایوس از جانب یارش سزاوار مرحمت است، اگرچه ترس قادر را ترک کرده باشد. برادران من مثل سیلاب به وفاگی کردند، مثل مجرای سیل‌هایی که گذشته می روند، که آنها از یخ تیره رنگ می باشند و برف در آنها نهان است، ولی در هوای گرم جاری شده تا رفت کماب می گردند و در اوج گرما از جای خود ناپدید می شوند. سمت‌های راه خود را کج و کلیب می کنند و بوق گردیده به درجه نیستی می رسند. قافله های تیما با آنها نظر می دوزند، کاروان های شبا با آنها امید می بندند، اما از امید خود خجل می شوند، با آنجا آمده ناامید می شوند. اکنون شما نیز مانند آن شده اید، دهشت را دیده ترسیده اید. آیا من گفتم چیزی به من ببخشید و از مال و ملک خود رشوه برای من بدهید و مرا از دست دشمن خلاص کنید و فدیه داده مرا از دست مستبدان بخرید؟ مرا تعلیم دهید و من خاموش خواهم ماند. به من بفهمانید که چه غلطی کردم. چه پرزور از سخنانی راستی، ولی تنبیه شما چرا اثبات میکند؟ آیا گمان میکنید که سخنان برای اثبات کافی است و گفتار مایوس مثل باد است؟ در حق یتیم قرعه میپرتایید و یار خود را اسباب خرید و فروش میگردانید. و اکنون مرحمت کرده به من نظر اندازید
و من در پیش شما دروغ نخواهم گفت. برگردید تا که ناانصافی نشود و باز برگردید چون که عدالت من یقین است. آیا در زبان من ناانصافی هست؟ مگر کام من سخنان فتنه انگیز را فرق نمی کند؟ کتاب ایوب باب 7. دوام نطق ایوب. آیا حیات آدمیزاد بر زمین پرمشقت نیست و روزهای او مثل روزهای مزدور نیست؟ چنان که غلام اشتیاقمند سایه است و چنان که مزدور امیدوار مزد خود می باشد، آنچنان ماه‌های پر عذاب نصیب من گردیده است و شب‌های پر اضطراب برای من تعیین شده است. وقتی که می خوابم می گویم کی می خسته باشم و شب کشال می یابد و من گرفتار بیدار خوابی شده تا صبح دم از پهلو به پهلو می گردم. جسم من با کرم‌ها و لنده های خاک پوشیده شده است. پوست من می کفد و ریم می کند. روزهای من از ماکو تیز رفتر است و با ناامیدی انجام می یابد. با یاد آور که حیات من باد است و چشم من نیکی را دیگر نخواهد دید. چشم کسی که مرا دیده است مرا دیگر نخواهد دید. چشمان تو سوی من نظر خواهد کرد و دیگر نخواهم بود. چنان که ابر پراکنده شده ناپدید می گردد، آنچنان کسی که به گور فرو می رود بالا نخواهد برآمد. به خانه خود دیگر نخواهد برگشت و مکانش دیگر او را نخواهد شناخت. من نیز دهان خود را نخواهم باز داشت، از تنگی روح خود سخن خواهم راند، از تلخی جان خود شکوه خواهم کرد. آیا من دریا هستم یا نهنگ که بر من پاسبان گذاشته ای؟ وقتی که می گویم جای خوابم مرا تسلی خواهد داد و بسترم اندوه مرا خواهد برداشت. تو مرا با خوابها می ترسانی و با رویاها در دهشت می اندازی و آنگاه جان من خفقان را یعنی مرگ را از این استخوانهای من افضل می داند. از جان بیزار شدم، تا ابد زندگی نخواهم کرد. مرا ترک نما زیرا که روزهایم هیچ و پوچ است. چیست انسان که او را پسند کنی و به او دقت دهی و هر صبح او را توقد نمایی و هر لحظه او را بیازمایی؟ تا بکی از من روی نمی گردانی، مرا وا نمی گذاری تا که آب دهان خود را فرو برم. حتی گناه کرده باشم هم به تو ای نگهبان آدمیزاد چی می توانم بکنم؟ چرا مرا هدف خود گردانده ای به طوری که من برای خود باری گران شدم؟ و چرا جنایتم را نمی آمرزی و از گناه هم نمی گذری؟ زیرا که حالا در خاک خواهم خوابید و مرا خواهی جست و دیگر نخواهم بود. کتاب ایوب باب 8. نطق یکم بلداد که ایوب را ریاکار می شمارد. و بلداد شوحی جواب گردانده گفت: تا بکی چنین سخنان را خواهی گفت و گفتار دهانت بادی پرتلاتو می خواهد بود؟ آیا خدا در داوری کجکاری می نماید و قادر عدالت را کج می کند؟ مادامی که پسرانت نزد او خطا کردند، او آنها را به دست گناهشان سپرده است. اگر تو خدا را بجویی و از قادر التجا نمایی و اگر تو پاک و راستکار باشی، یقین است که او بر حفظ تو خواهد برخاست و مسکنی عدل تو را مکمل خواهد کرد. و اگر اولی تو نظرناگیر باشد، آخری تو بغایت نشأ و نما خواهد یافت. زیرا که از نسل‌های قدیم بپرس و به تدقیقات پدران آنها دقت نما. ما دیروزه هستیم و چیزی نمی‌دانیم، چون که روزهای ما سایه بر زمین است. آنها آخر تو را تعلیم خواهند داد، به تو خواهند گفت و سخنان را از تحت دل خود بیرون خواهند آورد. آیا نی به باطلاق قد می کشد؟ آیا قمیش به آب نمو می کند؟ هنوز در عین تراوت خود به آن که بریده شده باشد پیش از هر علف خشک می شود. چنین از طریق همه خدا بیخبران و امید کافر نیست خواهد شد که خود باوری او ریشه‌کن می شود و پناهگاه او خانه عنکبوت است. بر خانه خود تکیه می کند ولی نمی تواند ایستادگی نماید. آن را سخت می دارد ولی نمی تواند قائم باشد. پیش آفتاب نخل سبز و خرم است و نوده هایش بر روی باغش پهن می شود.
ریشه هایش نزد چشمه به هم می پیچد، از میان سنگ ها گذشته می رود. اما اگر از جای خود کنده شود، جایش آن را انکار کرده می گوید تو را ندیدم. انا همین است شادمانی راه آن و از خاک دیگران خواهند سبزید. اینک خدا به عیب را ترک نمی نماید و بدکیشان را دستگیری نمی کند. او باز دهانت را از خنده پر خواهد کرد و لبهایت را از ندای شادمانی. بدخواهانت پیراهن خجالت در بر خواهند کرد و خیمه شریران محو خواهد شد. کتاب ایوب باب 9. ایوب به بیلداد جواب می گرداند. او گناهکار است لیکن نه ریاکار. و ایوب جواب گردانده گفت یقین می دانم که چنین است، ولی انسان چگونه به حضور خدا عادل شود؟ اگر بخواهد با او بحث کند، یکی از 1000 هم به وی جواب نخواهد داد. او دانادل و با قوت خود جسور است. کیست که بر ضد او قیام کرده سلامت مانده باشد؟ او کوه ها را می کوچاند و نمی فهمند. در غضب خود آنها را چپه می کند. زمین را از جای آن می جنباند و ستونهای آن به لرزه می آیند. با آفتاب امر می فرماید و آن طلوع نمی کند و ستارگان را مهر می زند. تنها خودش آسمان را می گستراند و بر بلندی های بر قدم گذار می شود. دوب اکبر، جبار و پروین و برج های جنوب را آفریده است. کارهای بزرگی به حد و حساب می کند و کارهای عجایبی که سان و شمار ندارد. اینک از پیشم عبور می نماید ولی او را نمی بینم و بادوار گذشته می رود ولی او را پیخست نمی کنم. اینک می را باید کیست که او را باز دارد؟ کیست که به او گوید چی می کنی؟ خدا غضب خود را باز نمی دارد. مددگاران رحب زیر پای او پخش می شوند. علل خصوص من مگر می توانم به او جواب گردانم و سخنان خود را به حضور او انتخاب نمایم؟ هرچند حق به جانب من باشد هم جرأت ندارم جواب گردانم، بلکه نزد داور خود تضرع خواهم کرد. اگر او را می خواندم و او به من جواب می داد، باور نمی کردم که آواز مرا شنیده است. چون که او مرا با تندباد خشمش شکست می دهد و جراحت های مرا به سبب افزون می کند. مرا نمی گذارد که نفس خود را راست کنم، بلکه مرا از تلخی ها سیر می کند. اگر این با قوت وابسته باشد، اینک او جسور است، و اگر با داوری وابسته باشد، کیست که مرا خبر کند؟ اگر خود را سفید کنم، دهانم مرا عیبدار می نماید و اگر به عیب باشم، او مرا کجکار می شمارد. من به عیب هستم، غم جان خود را نمی خورم، از زندگی خود بیزار شدم. فرق ندارد، بنابراین می گویم که او به عیب و شریر را به هلاکت می رساند. اگر تازیانه بناگاه بکشد، به یأس بیگناهان او استهزا می کند. زمین به دست شریر داده شده است، وی روی داوران آن را می پوشاند. اگر او نباشد پس کیست؟ و روزهای من از دونده تیز رفتر است. می دود، نیکی نمی بیند. مثل زورقهای بردی به زودی می گذرد، مثل عقابی که به نخچیر در تاس حمله می کند. اگر بگویم که بیا اندوه خود را فراموش کنم، ترش روی خود را برطرف نمایم و کشاده روی گردم. از اذیت‌های خود سراپا به اضطراب می آیم، زیرا می دانم که تو مرا بیگناه حساب نخواهی کرد. مادامی که من عیبدار حساب یابم، چرا بر عبث زحمت کشم؟ اگر در آب برف غسل نمایم و دستهای خود را با صابون تازه کنم، آنگاه مرا در افلاسی می غوطانی، به طوری که لباسهایم از من نفرت خواهد کرد. زیرا که او مثل من آدمیزاد نیست که توانم به او جواب گردانم و یک جایه به دارالقضا برویم. در میان ما حکمی نیست که دست خود را بر هر دوی ما بگذارد. در میان ما حکمی نیست که دست خود را بر هر دوی ما بگذارد. کاش که عصای خود را از من دور می کرد و بیم او مرا در دهشت نمی انداخت. آنگاه سخن می راندم و از او نمی ترسیدم، زیرا که من به خودی خود چنین نیستم. کتاب ایوب باب 10. دوام نطق ایوب.
جان من از زندگی من بیزار شده است. به اندوه خود داده می شوم. از تلخی جان خود سخن می رانم. به خدا می گویم مرا عیبدار نکن. به من بفهمان که از برای چی با من مبارزه می کنی. آیا برای تو خوب است وقتی که ستم می کنی؟ وقتی که از عملی دستهای خود نفرت می نمایی و بر مشورت شریران نورافکن می شوی؟ آیا تو را چشمان بشر است؟ آیا دیدن تو مثل دیدن انسان است؟ آیا روزهای تو مثل روزهای انسان است؟ آیا سالهای تو مثل روزهای مرد است که گناه مرا جستجو می نمایی و خطای مرا کافت و کاو می کنی؟ اگرچه می دانی که عیبدار نیستم و از دست تو خلاص کننده نیست. دستهای تو صورت مرا ساخته همه طرفه مکمل نموده است و مرا آفریده است و مرا نابود می کنی. به یاد آور که مرا مثل سفال سریشته ای و مرا به خاک بر می گردانی. تو آخر مرا مثل شیر ریخته ای و مرا مثل پنیر به قیام آورده ای. مرا پوست و گوشت پوشانده ای و مرا با استخوانها و پیها پیوسته ای. حیات و احسان به من عطا کرده ای و تفقد تو روح مرا نگهبانی نموده است. ولی این چیزها را نیز در دل خود پنهان داشته ای. می دانم که این اندرون تو بود، که اگر خطایی کنم تو بر من کمین خواهی کرد و از گناه من نخواهی گذشت. اگر عیبدار باشم وای بر من و اگر حق به جانب من باشد جرأت ندارم سری خود را بردارم. از ننگ سیر شدم و دایم زلالت خود را می بینم. و اگر یک لحظه سر بردارم تو مثل شیر مرا صید خواهی کرد و باز کارهای عجایب خود را به من نشان خواهی داد. شاهدان نو خود را به مقابل من خواهی آورد و غضب خود را بر من پرزور خواهی کرد و فوجهای عذاب و عقوبت پی در هم به سر من خواهند آمد. پس چرا مرا از بطن بیرون آوردی؟ کاش که همان وقت می مردم و چشم مرا نمی دید که آن وقت به چیزی ناموجود مانند می بودم و از بطن راست به قبر برده می شدم. روزهای من آخر هنوز کم است، پس مرا ترک نما و از من دست کش تا که کمی کشاده روی گردم. پیش از آن که به بازگشت بروم به کشوری تاریکی و ظلمات، به کشوری تیرگی که مثل تاریکی است، به کشوری ظلمات که ترتیبات ندارد و تیرگی آن مثل تاریکی است. کتاب ایوب باب 11. نطق یکم سوفار. او ایوب را دروغگوی و ریاکار می شمارد. و سوفار نعماتی جواب گردانده گفت: آیا به سخنان بسیار جواب دادن ممکن نیست؟ و آیا حق به جانب مرد سخندان است؟ آیا هرزگویی تو مردم را خاموش می کند و تو تحقیر می نمایی و کسی تو را خجالت نمی دهد؟ و تو می گویی سبق من پاک است و من در چشمان تو بی عیب هستم. ولیکن کاش که خدا سخن براند و لبهای خود را بر تو بکشاید و اسرار حکمت را به تو بفهماند، زیرا که اصل ماهیت آن دوچندان است. پس بدان که خدا بعضی از گناهایت را برای تو فراموش خواهد کرد. آیا به انتهایی خدا را می توانی دریابی؟ آیا تا به اقصای عمق قادر می توانی برسی؟ آن مثل بلندی های آسمان است، چی می توانی بکنی؟ از قعر دوزخ چقرتر است، چی می توانی بدانی؟ اندازه آن از زمین درازتر و از بحر فراختر است. اگر او بادوار گذشته رود و کسی را بندی کند و مردم را برای جزای وی جمع آورد، کیست که او را باز دارد؟ زیرا که او ریاکاران را می داند و چون تلبیس را می بیند آیا به آن دقت نمی کند؟ و شخصی جاهل صاحب دل خواهد شد و مثل خرکره وحشی باشد هم آدمی درست خواهد گردید. اگر تو دل خود را راست کنی و دستهای خود را سوی او دراز کنی، اگر جفای را که در دست توست دور کنی و ناانصافی را در خیمه های خود جایگیر نکنی،
یقین است که آنگاه چهره خود را خواهی برداشت به آن که عیب داشته باشی و متین خواهی بود و نخواهی ترسید. زیرا که تو اذیت خود را فراموش خواهی کرد، آن را مثل آبی که گذشته رفته است به یاد خواهی آورد و عمر تو از پیشینگاه رفشانتر خواهد شد، بعضاً تیره شود هم مثل صبح خواهد گردید و دلپور خواهی بود، زیرا که امید هست و گرد و پیش را از نظر گذرانده دلپورانه خواهی خوابید و آرام خواهی خوابید و چیزی تو را نخواهد ترسانید و بسیار کسان به تو خوش آمد خواهند کرد. ولی چشمان شریران خیره خواهد شد و پناهگاه از آنها دور خواهد شد و امیدشان فقط جان دادن است. کتاب ایوب باب 12. ایوب به هر سه آنها جواب می گرداند. او حکمت خودباورانه آنها را رد می کند. و ایوب جواب گردانده گفت: یقین است که شما گزین قوم هستید و حکمت با شما خواهد مرد. من نیز مثل شما صاحب دل هستم، از شما کمتر نیستم و کیست که چنین چیزها را نداند؟ من برای یاران خود خنده‌خوری شدم، اگرچه خدا را می خوانم و او مرا اجابت می نماید. آره، خنده‌خوری شدم اگرچه عادل و بی‌عیب هستم. به فکر لاابال تمسخر برای مصیبت زده است و ضربه برای کسانی است که پایشان لغزیده است. خیمه های تاراجگران آرام است و آنهایی که خدا را به غضب می آورند در امنیت می باشند که هر یکی خدای خود را در دست خود دارند. ولیکن از چارپایان بپرس و تو را تعلیم خواهند داد و از مرغان هوا بپرس و به تو خبر خواهند داد. یا با زمین مصاحبه نما و تو را تعلیم خواهد داد و ماهیان بحر به تو حکایت خواهند کرد. کیست از همه آنها که نداند که دست خداوند این را به وجود آورده است؟ جان تمام موجودات و روح تمام نوع بشر در دست اوست. آیا گوش سخنان را نمی سنجد چنان که کام طعم خوراک را فرق می کند؟ حکمت در پیران است و خرد در عمر دراز. حکمت و قدرت در اوست، مشورت و خرد از آن اوست. اینک او خراب می کند و آن چیز از نو بینا نخواهد یافت. کسی را بندی می کند و بندی آن کس کشاده نخواهد شد. اینک آبها را باز می دارد و خشک می شوند و آنها را سر می دهد و زمین را چپه و راسته می کنند. قدرت و حکمت از آن اوست، غلط کننده و چپ غلط دهنده نزد اوست. او مشاوران را به ملاحظه می گرداند و داوران را سرگرنگ می کند. بندهای پادشاهان را می کشاید و بر کمرهاشان میان بند می بندد. کاهنان را عریان می گرداند و زورآوران را واژگون می کند. سخنوران را از زبان محروم می نماید و ذهن پیران را می رباید. زبونی را بر میران فرو می ریزد و کمربند توانگران را سست می کند. عمقها را از درون تاریکی آشکار می سازد و ظلمات را بر روشنایی می برآورد. خلقها را افزون می گرداند و آنها را محو می نماید. خلقها را وسعت می دهد و آنها را ترک می کند. سروران قوم زمین را از عقل محروم می نماید و آنها را در بادیه بیراه سرسان و سرگردان می کند. در تاریکی دست کنان راه می روند و روشنایی نیست و آنها را مثل مستان سرسان و سرگردان می کند. کتاب ایوب باب 13. دوام نطق ایوب. اینک همش را چشم من دیده است و گوش من شنیده درک نموده است. آن قدر که شما میدانید من نیز میدانم، از شما کمتر نیستم. اما من میخواهم به قادر سخن رانم و آرزو دارم به خدا اثبات نمایم، ولیکن شما دروغ میبافید. همتان طبیبان افسونگر هستید. کاش که تماما خاموش می نشستید، این برای شما حکمت حساب می یافت. پس مذمت مرا بشنوید و به ارادهای لبهایم گوش اندازید. آیا به خاطر خدا ناانصافانه سخن می رانید و از برای او فریبگرانه گپ می زنید؟ آیا به او روی بینی می کنید؟ آیا برای خدا مدعی می شوید؟
آیا خوب می شود که او شما را تحقیق نماید؟ آیا او را فریب می کنید چنان که انسان را فریب می کنند؟ شما را سخت جزا خواهد داد اگر راستی روی بینی کنید. کبریای او آخر شما را در دهشت خواهد انداخت و ترس او شما را فرا خواهد گرفت. یادآوری های شما مثل خاکستر است، حصارهای شما حصارهای گیلین است. نزد من خاموش باشید و من سخن خواهم راند و هرچی بر سرم آید. برای چی گوشت خود را با دهان خود بگزم و جان خود را به کف خود بگیرم؟ اینک مرا قتل کنند هم به او امید خواهم بست، اما به عیبی راه های خود را به حضور او اثبات خواهم کرد. این نیز برای من نجات خواهد بود، زیرا که ریاکار به حضور او نخواهد آمد. سخن مرا با دقت بشنوید و فکر من به گوش هاتان خواهد رسید. اینک به مرافعه آغاز نمودم، می دانم که سفید خواهم شد. کیست که تواند به من مخالفت کند؟ در آن صورت حالا خاموش شده جان می دادم. فقط دو چیز را به من نکن، آنگاه از حضور تو پنهان نخواهم شد. دست خود را از من دور کن و بگذار بیم تو مرا در دهشت ناندازد. و دعوت نما و من جواب خواهم داد، یا که سخن رانم و به من جواب گردان. گناه ها و خطاهای من چقدر است؟ جنایت و خطای مرا به من معلوم نما. چرا روی خود را پنهان می داری و مرا دشمن خود حساب می کنی؟ آیا برگی پژمرده را به هراس می اندازی و خسی خشکیده را تعقیب می نمایی؟ زیرا که تلخی ها را بر من می نویسی و خطاهای جوانیم را بر من نسبت می دهی و پایهای مرا در اشکال می اندازی و همه راه های مرا می پایی. کفی پایهای مرا پیگیری می کنی و این بیچاره مثل چیزی پوسیده از هم جدا می شود، مثل لباسی که کویه زده باشد. کتاب ایوب باب 14. دوام آن. آدمیزاد که از زن زاییده می شود، روزهایش کم و عذابش بسیار است. مثل گل می سبزد و پژمرده می شود و مثل سایه می گریزد و باقی نمی ماند. آیا بر چنین مخلوق چشمان خود را می نگرانی و مرا با خود به مرافعه می بری؟ کیست که تواند از چیزی نجس چیزی پاک بیرون آورد؟ یک نفر هم نیست. اگر روزهای وی معین و شماره ماههای وی نزد تو باشد و حدی برایش گذاشته باشی که از آن نمی تواند بگذرد، از وی روی گردان تا که دم گیرد و روزش را مثل مزدور به انجام رساند. یقیناً برای درخت امید هست، اگر بریده شود باز خواهد سبزید و نوده آن بر هم نخواهد خورد. اگر ریشه آن در زمین پیر شده کنده آن در خاک بمیرد، همین که بوی آب با آن برسد نشو و نما خواهد یافت و مثل نهالی که نفشینانده شده باشد شاخه ها خواهد رسانید. ولیکن مرد می میرد و فنا می شود و آدم جان می دهد و کجاست او؟ چنان که آبها از دریا می رود و نهر به آب مانده خشک می شود، آنچنان آدمیزاد خوابیده دیگر نمی خیزد تا دمی که آسمان فنا نشود. بیدار نخواهند شد و از خوابشان سر نخواهند برداشت. کاش که مرا در گور روست می کردی تا وقتی فرو نشستنی غضبت پنهان می داشتی و برای مهلت معین نموده پس از آن مرا به یاد می آوردی. اگر مرد بمیرد آیا باز زندگی خواهد کرد؟ در تمام روزهای زمان معین خود امیدوار می شدم تا دمی که تبدیل من فرا رسد. مرا دعوت می نمودی و من به تو جواب می گرداندم. اشتیاقمند عمل دستهای خود می گشتی، زیرا که آنگاه قدمهای مرا در شمار می آوردی و خطای مرا نمی پاییدی. جنایت من در لوله سر به مهر می بود و گناه مرا روپوش می کردی. ولیکن چنان که کوه افتاده گرد می شود و صخره از جای خود می جنبد، آب سنگ ها را می ساید، جریان هایش خاک زمین را شسته می برد.
آنچنان تو امید انسان را نست و نابود میکنی. او را به صورت ابدی مغلوب می نمایی و می رود. روی او را دیگرگون می سازی و او را می فرستانی. پسرانش بای می شوند و او نمی داند و یا به ضلالت می افتند و او وضعیت آنها را پیخست نمی کند. اما جسم او بر او درد می کند و جان او اندرون او ماتم می گیرد. کتاب ایوب باب 15. نطق دوم الفاظ. او برتری ایوب را از جهت دانش و تجربه اعتراف نمی کند. و الفاظ تیمانی جواب گردانده گفت: آیا خیردمند با دانش پوچ جواب می دهد و بطن خود را از باد سموم پر می کند؟ آیا با گپ نامناسب اثبات می نماید و با سخنانی که از آنها هیچ فایده نیست؟ لیکن تو خدا ترسی را پایمال نموده ای و التجا را به حضور خدا کم کرده ای. زیرا که گناه تو دهان تو را رام نموده است و تو زبان حیله‌گران را خوش کرده ای. تو را دهانت عیبدار می کند و نه من، و لبهایت به ضد تو دلالت می نماید. آیا در نسل آدمیزاد تو اولین تولد یافته ای؟ و یا پیش از تلها به وجود آمده ای؟ آیا راز خدا را شنیده ای؟ و حکمت را سوی خود جلب نموده ای؟ چی می دانی که آن را ما ندانیم؟ چی می فهمی که آن نزد ما نباشد؟ هم موی سفید و هم پیرانسال در بین ما هستند که عمرشان از عمر پدر تو بزرگتر است. آیا تسلی های خدا برای تو کم است و سخنی که با ملایمت به تو گفته می شود؟ چرا دلت تو را بالا گرفته است و چرا چشمانت از خشم برق می زند؟ زیرا که روح خود را به ضد خدا نگرانیده ای و از دهانت چنین سخنان را می براری. انسان چیست که پاک باشد و آیا زاده زن عادل می شود؟ اینک او به مقدسان خود اعتماد ندارد و آسمان در نظرش پاک نیست. علل خصوص آدمیزاد زشت و فاسد است که ناانصافی را مثل آب می نوشد. فکر خود را به تو اظهار می نمایم، مرا بشنو و آنچه دیدم حکایت می کنم که خیرتمندان آن را از پدران خود روایت کردند و پنهان نداشتند که تنها به آنها این زمین داده شده بود و از میان آنها بیگانه نگذشته بود. شریر در تمام روزهای خود گرفتار سوز و گداز است و سالهای به شمار برای ستمگر تعیین شده است. صدای دهشتها در گوشهای اوست. در حین آسایشتگی تاراجگر به سرش می آید. باوری ندارد که از تاریکی رها خواهد شد و به گمان شمشیر او را در کمین است. برای پارچه نان در بدر گشته می پرسد کجاست؟ می داند که نزد او روزی تاریکی مهیاست. تنگی و محتاجی او را در دهشت می اندازد، مثل پادشاهی که به جنگ تیار شده باشد او را مغلوب می سازد. زیرا که او به خدا دست تعدی دراز کرده است و به قادر گستاخی نموده است. گردن درازی کرده در تحت حلقه های قفس جفشن خود بر او تاخت آورده است. چون که روی خود را با فربهی خود پوشانده است و کمرش قبط چربو بسته است. و در شهرهای ویران ساکن خواهد شد، در خانه های غیر مسکونی که به خرابی محکوم گردیده است. او بای نخواهد شد و ثروتش قایم نخواهد ماند و مال و ملکش بر زمین افزایش نخواهد یافت. از تاریکی خلاص نخواهد شد، نهالش را علنگه خشک خواهد کرد و از نفس دهان او نابود خواهد شد. بگذار این آدم گمراه به بطالت باور نکند، زیرا که بطالت مکافات او خواهد شد. پیش از رسیدن روزش فنا خواهد شد و شاخ و برگش سبز و خرم نخواهد بود. مثل تاک غوره خود را خواهد ریخت و مثل زیتون مغجه خود را خواهد پرتافت. زیرا که خاندان ریاکار گرفتار بیکسی خواهد شد و اهل بیت رشوه‌خور را آتش محو خواهد کرد. آنهایی که به خباثت حامله می شوند بدی را می زایند و بطنشان مکر را تیار می کند.
کتاب ایوب باب 16. جواب چهارم ایوب. او به خدا از دوستان خود که در اشتباه افتادند شکایت میکند. و ایوب جواب گردانده گفت: چون این چیزها را از حد زیاد شنیدم. همه اتان تسلی دهندگان غم‌آور هستید. آیا سخنان پوچ خاتمه خواهد یافت؟ و چیست که تو را به جواب گرداندن وادار می نماید؟ من نیز مثل شما سخن می راندم. اگر جان شما به جای جان من می بود، برای شما سخنان انشا می کردم و سری خود را به شما می جنباندم. با دهان خود شما را دلیر می نمودم و تسلی لبهایم درد شما را سبک می کرد. اگر سخن رانم دردم سبک نمی شود و اگر خاموش مانم چی دردی از من دور می شود؟ اما اکنون او مرا بی‌طاقت کرده است. تمام خاندان مرا تو محو نموده ای و جسم مرا پرچین کرده ای که این بر ضد من شاهد شده است و لاغری من بر من قیام نموده در پیش من گواهی می دهد. غضب او مرا می درد و با من عداوت دارد. دندانهای خود را بر من غیجا راست می زناند. دشمنانم چشمانم را به من علا می کنند. مردان دهان خود را بر من واز کردند. با سخنان ننگین رخسارهایم را می زنند. بر قصد من زبان یک کردند. خدا مرا به ناانصافان تسلیم نموده است و به دست شریران مرا سپرده است. آرام بودم و او مرا پاره پاره کرده است و از گردنم داشته مرا شکسته است و مرا برای خود هدف قرار داده است. کمان اندازان او مرا احاطه کردند. گرده هایم را ریش می کنند و رحمش نمی آید. زهره مرا بر زمین می ریزد. مرا رخنه بر رخنه می کشاید. مثل بهادور بر من تاخت می آورد. بر پوست خود پلاس دوختم و شاخ خود را در خاک گذاشتم. روی من از گریه صبح سرخ شده است و بر مژگان من ظلمات است. گرچنده که هیچ ستمی در دست من نیست و دعای من ناک است. ای زمین، خون مرا روپوش نکن و بگذار در عمق تو برای فغان من جای نباشد. اینک الحال نیز گواه من در آسمان است و شاهد من در عرش اعلی. مرا تمسخر میکنید ای دوستانم. چشم من سوی خدا اشک میریزد تا که او بین مرد و خدا داوری نماید، چنان که بین آدمیزاد و یاری وی است. زیرا که سالهای اندک به آخر میرسد و من به راه بی بازگشت خواهم رفت. کتاب ایوب باب 17. دوام نطق ایوب. روح من پژمرده شده است. روزهای من به پایان می رسد. قبرستان برای من مهیاست. براستی تمسخر کنندگان گرداگرد منند و چشم من در تلخگویی های آنها ساکن است. گرو گذاشته به حضور خود به من ضامن شو، وگرنه کیست که برای من دستی پیمان دهد؟ زیرا که دل آنها را از خرد نهان داشته ای، بنابراین آنها را بلند نخواهی برداشت. کسی که یارانش را به سان نخجیر تسلیم می کند، چشمان بچگانش سیاه می رود. خدا مرا ورد زبان مردم گردانیده است و من کسی شدم که همه بر رویش توف می کنند. و چشم من از غصه خسته شده است و تمام اندامم مثل سایه گردیده است. راستکاران در این باره متحیر خواهند شد و بیگناه بر ریاکار به غضب خواهد آمد. ولی عادل در راه خود استوار خواهد بود و کسی پاکیزه دست باز هم قوی خواهد شد. ولیکن همتان می توانید بازگشته بیایید و در میان شما خردمند نخواهم یافت. روزهایم گذشته است، اندیشه هایم، آرزوهای دلم برباد رفته است. شب را می خواهند به روز مبدل کنند، نور را به تاریکی نزدیک آورند. اگر امید کنم که دوزخ خانه من است و در تاریکی بستر خود را اندازم. اگر به گور گویم تو پدر من هستی و به کرم گویم تو مادر و خواهر من هستی، پس امید من کجاست و کیست که امید مرا دیده باشد؟ آن به دروازه های دوزخ فرو خواهد رفت وقتی که یک جایت در خاک فرود آیم. کتاب ایوب باب 18.
نطق دوم بیلداد. او ناگزیر بودن هلاکت شریران را قید می نماید. و بیلداد شوحی جواب گردانده گفت: تا بکی به سخنان ادامه خواهی داد؟ اول ملاحظه کنید و بعد سخن خواهیم راند. چرا مثل چارپای حساب یابیم و در نظر شما کنزهر نماییم؟ ای که جان خود را در غضب خود می‌دری، نخواد که برای تو زمین خراب شود و کوهپاره از جایش کوچ کند؟ با وجود این نور شریران خاموش خواهد شد و شراره آتش آنها روشنایی نخواهد داد. در خیمه او نور تیره خواهد گردید و چراغش بر او خاموش خواهد شد. قدمهای پرزور او تنگ خواهد شد و مشورتش او را واژگون خواهد کرد. زیرا که با پایهایش در دام خواهد افتاد و بر روی تور راه خواهد رفت. توزاق پاشنه او را خواهد قپید و قبخان او را سخت نگاه خواهد داشت. جیله برایش بر زمین نهان است و چپرک برایش در سری راه. از هر طرف دهشتها او را خواهد ترسانید و در هر قدمش او را تعقیب خواهد کرد. نسل او گرسنگی خواهد کشید و هلاکت برای افتادن او تیار است. اندام جسم او را خواهد خورد، نخوزاده مرگ اندام او را خواهد خورد. از خیمه او که پناهگاه اوست رانده خواهد شد و سوی پادشاه دهشتها برده خواهد شد. در خیمه او که دیگر از آن او نباشد دهشتها ساکن خواهد شد. بر مسکن او کبریت بارانیده خواهد شد. ریشه های او از زیر خشک خواهد شد و شاخ و برگ او از بالا بریده خواهد شد. ذکر او از زمین محو خواهد شد و نام او را بر روی صحرا کسی نخواهد خواند. او را از روشنایی به تاریکی خواهند راند و از دنیا دور خواهند کرد. در عائله او نه ابیره او را خواهد بود و نه نبیره، و در اقامتگاه های او کسی باقی نخواهد ماند. از روی او غربیان حیران خواهند ماند و شرقیان به دهشت خواهند افتاد. به یقین چنین است مسکنهای کسی ناانصاف و همین است قسمت مکانی که خدا را نمی شناسد. کتاب ایوب باب 19. جواب پنجم ایوب، بزرگی ایمان او. و ایوب جواب گردانده گفت: تا بکی جان مرا اندوهگین میکنید و مرا با سخنان آزار میدهید؟ این 10 مراتبه است که مرا ملامت می نماید و شرم نداشته به من درشتی میکنید. و اگر حقیقتا غلط کرده باشم، غلطم با من مانده است. اگر حقیقتا بر من تکبر کردنی و ننگ مرا به من نشان دادنی باشد، پس بدانید که خدا در حق من کجکاری نموده است و با طور خود مرا پیشانده گرفته است. اینک از دست ظلم فریاد میکشم و مستجاب نمیشوم. استغاثه میبرم و انصاف نیست. راه مرا تواره کشیده است و من نمیتوانم گذرم و بر طریقهای من تاریکی افکنده است. جلال مرا از من کشیده گرفته است و تاج سر مرا دور کرده است. مرا گرداگرد خراب کرده است و من تلف می شوم و امید مرا مثل درخت ریشه‌کن کرده است. غضب خود را بر من افروخته است و مرا دشمن خود حساب کرده است. فوجهای او یک جایه می آیند و راه خود را سوی من کشادند و گرداگرد خیمه من جایگیر شدند. برادرانم را از من دور کرده است و آشناهایم از من تماما بیگانه شدند. اقربایم مرا ترک نمودند و آشناهایم مرا فراموش کردند. مهمانان خانم و کنیزانم مرا بیگانه حساب میکنند. در نظر آنها آدم غیر شدم. غلام خود را میخوانم و جواب نمیدهد، اگرچه با دهان خود او را تضرع مینمایم. نفس من برای زنم نفرت انگیز شده است و تضرع من برای برادرانم. بچه های کوچه نیز از من نفرت دارند. وقتی که میخیزم مرا تحقیر میکنند. همه محرمان رازم از من بیزار شدند و آنهایی که دوست می داشتم به من زیست شدند. استخوانم به پوست بدنم چسبیده است
و فقط با واره دندانهای ماندم. به من لطف نمایید، به من لطف نمایید شما ای یارانم، زیرا که دست خدا بر من ضربه رسانده است. چرا مثل خدا مرا تعقیب میکنید و از گوشت من سیر نمی شوید؟ کاش که سخنانم نوشته می شد، کاش که در کتاب درج می یافت، کاش که با قلم آهنین و قلعگی بر کوه پاره به صورت ابدی کنده می شد. و من می دانم که فدیه گذار من زنده است و در زمان آخر بر زمین قیام خواهد کرد. ولی اگرچه پوست من پوسیده گردد، من در جسم خود خدا را می بینم. او را من برای خود می بینم و چشمانم به او می نگرد و نه چشمی بیگانه. گرده هایم اندرون من تلف شده است. اما اگر بگوید که چیسان او را تعقیب کنیم و قرار دهید که ریشه بدی در من است، پس شما از شمشیر ترسان باشید، زیرا که ضربه های شمشیر خشماور است تا بدانید که داوری هست. کتاب ایوب باب 20. نطق دوم سوفار درباره بی‌بقایی بخت شریران. و سوفار نعماتی جواب گردانده گفت: از آن سبب اندیشه هایم مرا به جواب گرداندن تحریک می دهد که من تحقیر را حس کردم. مذمت پرملامت را در حق خود شنیدم و روحی از درون خیردم مرا وادار می نماید که به تو جواب دهم. آیا این را ندانسته ای که از قدیم الایام، از زمانی که آدمی زاد بر زمین پیدا شده است، ترانه سرایی شریر کوتاه مدت است و شادی ریاکار به یک طرفه العین است. هرچند که شفقتش تا به آسمان بلندتر گردد و سرش به ابرها برسد، مثل نجاستش ابدا نیست خواهد شد. آنهایی که او را دیده بودند خواهند گفت او کجاست؟ مثل خواب خواهد پرید و او را نخواهند یافت و مثل رؤیای شب از نظر غایب خواهد شد. چشمی که او را دیده بود دیگر نخواهد دید و مکانش دیگر به او نخواهد نگریست. پسرانش با بینوایان مواسا خواهند کرد و دستهایش ثروت او را گردانده خواهد داد. استخوانهایش که پر از تراوت جوانی اوست با او در خاک خواهد خوابید. اگرچه در دهان او بدی شیرین است و آن را در تگ زبانش نهان می کند و آن را دریغ داشته ترک نمی کند و آن را در لنج خود نگاه می دارد. خوراک او در امعایش تبدیل یافته، اندرون او مثل زهر گرزه ها خواهد شد. ثروتی را که فرو برده بود قی خواهد کرد، آن را خدا از شکم او به در خواهد راند. او زهر گریزه ها را خواهد مکید، زبان افعی او را خواهد کشت. او جویبار را نخواهد دید، نهرها و جویهای عسل و قیماق را. دارایی خود را خواهد برگردانید و آن را فرو نخواهد برد. ثروتش هرچند بزرگ باشد هم از آن شاد نخواهد شد، زیرا که او بر بینوایان ظلم کرده آنها را پرتافته است، خانه را که بنا نکرده است تاراج نموده است. چون که در شکم خود سیری را ندانسته است، از بار و بودی خود چیزی را خلاص نخواهد کرد. از پرخوری او چیزی باقی نمی ماند، پس ناز و نعمت او پایدار نخواهد بود. وقتی که هوس‌هایش پره به اجرا رسد، او به تنگ خواهد آمد، هر دستی ستمکش بر او قیام خواهد کرد. چون شکمش را پر کردن خواهد، خدا شدت غضب خود را بر او روانه خواهد کرد و آن را مثل باران بر جسم او می باراند. اگر از یراق آهنین گریزد، کمان مسین او را شکاف خواهد کرد. جسمش را شکافته از تخت پشتش بیرون خواهد آمد و برق سینان از زهره او خواهد گذشت. دهشت ها او را فرا خواهد گرفت. تمام تاریکی برای پناه کردگان او مهیاست. آتشی که کسی ندمیده باشد او را خواهد خورد و آنچه را که در خیمه او باقی است تلف خواهد کرد. آسمان گناه او را آشکار خواهد کرد و زمین به مقابل او خواهد برخاست. حاصل خانه او تلف خواهد شد، در روز غضب او برباد خواهد رفت.
چنین است قسمت آدم شریر از جانب خدا و قضا و قدر او از جانب قادر. کتاب ایوب باب 21. جواب ششم ایوب. خوشبختی شریران بعضاً وقتی بسیار دوام میکند تا دمی که به داوری خدا دچار آیند. و ایوب جواب گردانده گفت: سخن مرا با دقت بشنوید و این برای من تسلی های شما خواهد بود. مرا طاقت کنید و من سخن خواهم راند و بعد از سخن راندنم تمسخر نما. آیا شکایتم به ضد آدمی است که مثل من باشد و چرا من بی‌صبری نکنم؟ به من نظر کنید و متحیر شوید و دست بر دهان بمانید. من نیز چون به یاد آورم به هیجان می آیم و جسم مرا لرزه می گیرد. چرا شریران زنده می مانند و پیری می رسند و ثروت افزون می کنند؟ نسلشان به حضور آنها با آنها صحت سلامت است و اولادشان پیش نظر آنهاست. خانه هاشان از ترس ایمن است و عصای خدا بر آنها نیست. نرگاوشان باردار می کند و ضایع نمی رود. مادگاوشان می زاید و گوساله آن نابود نمی شود. کودکان خود را مثل رمه می فرستند و بچه های آنها رقص می کنند. با دف و بربط می سرایند و با صدای نی دلخوشی می کنند. روزهای خود را در خوشبختی می گذرانند و به یک طرفة العین به قبر فرود می آیند و به خدا می گویند: از ما دور شو، به دانستن طریقهای تو خواهش نداریم. قادر کیست که او را عبادت کنیم و چه نفع دارد که به او التجا نماییم؟ یقین دارم که ناز و نعمتشان در دست آنها نیست. مشورت شریران از من دور باد. آیا بسیار واقع شده است که نور شریران خاموش باشد و هلاکتشان بر سرشان آمده باشد و او در غضب خود اذیت‌ها را نصیب آنها گردانده باشد؟ آیا آنها مثل خس پیش باد گردیدند و مثل پری کاهی که گردباد گرفته میبرد؟ میگوید که خدا جفای ورا برای فرزندان وی سرشته خواهد کرد. بگذار او خود ورا سزا دهد تا که وی این را بداند. چشمانش مصیبت ورا ببیند و خودش از جام غضب قادر بنوشد. زیرا که بعد از مردنش ورا در خانهش چه حاجتی هست در صورتی که شماره ماهایش به اتمام رسیده است؟ آیا خدا را دانش آموختن ممکن است در صورتی که او بر نفوس اولوی داوری می کند؟ یکی در عین بردمی خود می میرد در حالتی که تماما بی کدورت و نیکروز است. ظرفهایش پر از شیر است و مغز و استخوانهایش تر و تازه است. ولی دیگری در تلخین جان می میرد در حالتی که از نیکویی لذت نبرده است. ولی دیگری در تلخی جان می میرد در حالتی که از نیکویی لذت نبرده است. آنها یک جای در خاک می خوابند و کرمها آنها را روپوش می کند. اینک فکرهای شما را می دانم و دسیسه های را که در حق من ناحق اندیشیده اید. زیرا که می گوید: کجاست خانه نجیب و کجاست خیمه مسکنهای شریران؟ آیا از سیاحان نپرسیده اید و دلیل های آنها را نمی توانید انکار نمایید که بدکار در روز مصیبت محفوظ داشته می شود و در روز غضب به پناهگاه برده می شود؟ کیست که تواند راه او را در پیش او مذمت نماید و کیست که او را برای کرده او سزا دهد؟ و او به گورستان برده می شود و در مزارش نگهبانی گذاشته می شود. کلوخهای وادی برای او شیرین است و از قفایش ازدحام مردم گسیل می کنند و پیشا پیش او آنها سان و شمار ندارند. پس چگونه مرا با سخنان پشت تسلی می دهید در صورتی که از جوابهای شما فقط خیانت باقی مانده است؟ کتاب ایوب باب 22. نطق سیوم الیفاز. او مثل پیشتر ایوب را گناهکار می شمارد. و الیفاز تیمانی جواب گردانده گفت: آیا مرد به خدا فایده می رساند؟ به یقین صاحب فهم فقط به خودش فایده می رساند.
آیا به این که تو عادل باشی قاضی را حاجت هست؟ و آیا او را فایده هست از آن که تو راههای خود را به عیب سازی؟ آیا از باعث خدا ترسی او تو را اذیت می دهد؟ با تو به مرافعه می آید؟ آیا شرارت تو بزرگ نیست؟ و گناه های تو به انتها نیست؟ یقین است که تو از برادران خود ناحق گرفت گرفته ای و لباس برهنگان را کشیده ای. به تشنه آب نداده ای و از گرسنه نان را دریغ داشته ای. ولی شخصی مشزور صاحب زمین بود و عالی مقام در آن ساکن می شود. بیوزنان را ته دست فرستاده ای و بازوان یتیمان شکسته شده است. بنابراین گرداگرد تو دام هاست و ترس ناگهانی تو را در اضطراب انداخته است. یا تاریکی که چیزی را در آن نمی بینی و آب فراوان تو را پوشانیده است. خدا آخر در افراز آسمان است. به سری ستاره ها بینگر. چگونه آنها بلند است؟ ولی تو میگویی خدا چی میداند؟ آیا او میتواند از میان تیرگی داوری نماید؟ ابرها پرده اوست و او نمی بیند و در گنبد افلاک گردش میکند. آیا تو طریق قدیمیان را پیروی می نمایی که مردم جفاکار با آن روانه بودند و آنها به محل محکوم گردیدند و بنیادشان به نهر مبدل شد؟ چون که به خدا گفتند از ما دور شو و قادر به ما چی می تواند بکند؟ و حالان که او خانه هاشان را از ناز و نعمت پر کرده بود. مشورت شریران از من دور باد. عادلان این را دیده شاد شدند و بیگناه آنها را تمسخر کرد. به یقین مخالفان ما تلف شدند و بقیه آنها را آتش خورده است. پس با او موافقت نما و سلامت باش. به این طریق به نیکویی نایل خواهی شد. از دهان او تعلیمات بیاموز و گفتار او را در دل خود جایگیر نما. اگر به قاضی رجوع نمایی بینا خواهی یافت به شرطی که ناانصافی را از خیمه خود دور سازی و خزینه طلا را در خاک و زر اوفیر را در سنگهای سیلاب ها اندازی. آنگاه قادر خزائن طلای تو و نقره خوشیار برای تو خواهد بود. زیرا که آن وقت از قادر شادکامی خواهی یافت و روی خود را سوی خدا خواهی برداشت. سوی او دعا خواهی گفت و او تو را اجابت خواهد نمود و تو نظرهای خود را اجرا خواهی کرد و چیزی را نیت کنی و آن برای تو به عمل خواهد آمد و بر راههای تو روشنایی خواهد درخشید. اگر سرپست کنند خواهی گفت بلندی بده و او سرخم را نجات خواهد داد. آن کس را نیست که بیگناه نباشد رها خواهد کرد و به طفیل پاکی دستهای تو وی رها خواهد شد. کتاب ایوب باب 23. جواب هفتم ایوب. او مشتاق خدای حی است. و ایوب جواب گردانده گفت امروز نیز شکوه من تلخ است چون که ضربه دست او از آه و واه من سخت‌تر است. کاش که میدانستم که او را از کجا یابم تا که پیش تخت او بیایم. دعوای خود را به حضور او پیشنهاد می نمودم و دهانم را از دلیل ها پر می کردم. سخنانی را که به جواب من می گفت می دانستم و آنچه به من می گفت می فهمیدم. آیا با قوت عظیم خود با من جدال می نمود؟ نه، بلکه به من دقت می داد. آنگاه راستکار به او اثبات می کرد و من از دست داور خود به صورت ابدی رهایی می یافتم. اینک به طرف شرق می روم ولی او یافت نمی شود و به طرف غرب ولی او را پیخست نمی کنم. به طرف شمال وقتی که او حرکت می کند او را نمی بینم. به طرف جنوب وقتی که او رو می آورد او را مشاهده نمی کنم. زیرا راهی را که بر آن ایستادم او می داند. اگر مرا می آزمود مثل طلا می برآمدم. پای من ایز قدم او را گرفته رفته است. طریق او را نگاه داشتم و از آن سر نتافتم.
از حکم لبهای او دور نشدم. سخنان دهان او را بیشتر از راتبه خود نهان داشتم. ولیکن او یک رأی است و کیست که او را برگرداند و آنچه دل او خواهد بجا می آورد. همین طور او مقدرات را در حق من انجام می دهد و مثل این نزد او بسیارند. بنابراین از خشم او به هراس می افتم. وقتی که ملاحظه می کنم از او می ترسم. خدا در دل من وهم انداخته است و قادر مرا هراسان کرده است. زیرا که نه از تاریکی کار من تمام شده است و نه از دیدار من که آن را ظلمات پوشانده است. کتاب ایوب باب 24. دوام جواب ایوب. چرا از جانب قادر وقتها تعیین کرده نشده است و چرا عارفان او روزهای او را نمی بینند؟ مرزه ها را می کوچانند، رمه را می دزدند و می چرانند، خری یتیمان را گرفته می برند، نرگاوی بیوزن را به گرو می گیرند، بینوایان را از راه می گریزانند، مظلومان زمین یک جای پنهان می شوند. اینک آنها مثل خران وحشی در بیابان به فعالیت خود بیرون آمده خوراک خود را جستجو می کنند. دشت به هر یکی برای بچگانش رزق و روزی می رساند. در صحرا خوشه های با علف آمیخته را می دروند و انگور دیرپزی تاگزاری شریر را می چینند. برهنه می خوابند بی آنکه لباسی داشته باشند و در سرما آنها را روپوش نیست. از بارش کوهسار تر می شوند و از بس که پناهگاه ندارند کوهپاره را قوچاق می کنند. یتیم را از پیستان جدا کرده می برند و بچه مسکین را به گرو می گیرند. آنها را وادار می کنند که برهنه بی لباس راه روند و گرسنگان بندهای گندم را می بردارند. در میان دیوارها روغن می کشند، در چرخوشتها انگور زیر می کنند و تشنه می مانند. از درون شهر مردم فیغان می کشند و جان مجروحان استغاثه می برد. ولی خدا این را مذمت نمی کند. اینها از جمله دشمنان روشنایی می باشند، طریقهای آن را اعتراف نمی کنند و در راههایش قدم نمی گذارند. قاتل پیش از دمیدن صبح می خیزد، مسکین و بینوا را می کشد و شبانه با دزدی مشغول می شود. چشم زیناکار نیز منتظر بیگاهی روزی است و می گوید چشم کسی مرا نخواهد دید و بر رویش نقاب می پوشد. در تاریکی به خانه ها نقب می کند، روزانه خود را پنهان می دارند، روشنایی را نمی دانند. زیرا صبح برای همهشان ظلمات است، چون که واهمه های ظلمات را می شناسند. وی بر روی آب سبک است، قسمت وی بر زمین نفرین است، بر راه تاگزار دیگر رو نخواهد آورد. چنان که خشکی و گرمی آب برف را فرو می برد، آنچنان دوزخ گناهکاران را. بطن ورا فراموش خواهد کرد، کرم از وی لذت خواهد برد. وی دیگر ذکر نخواهد یافت و ناانصافی مثل درخت خواهد شکست. وی به زنی بی فرزندی که نزاییده ستم می کند و به بیوزن نیکی نمی کند. وی بهادران را نیز با قوت خود مغلوب می نماید. وی برمی خیزد و هیچ کس در حیات خود ایمن نیست. به وی او امنیت می بخشد و بر آن وی تکیه می کند و چشمان او بر راه های آنهاست. به پایه اعلا می رسند و به یک طرفة العین نیست می شوند و به زلالت افتاده مثل همه پژمرده می گردند و مثل سری خوشه بریده می شوند. و اگر چنین نباشد کیست که تواند مرا تکذیب کند و سخن مرا هیج و پوچ گرداند؟ کتاب ایوب باب 25. نطق سیوم بلداد انسان به حضور خدا چیست؟ و بلداد شوحی جواب گردانده گفت حکمرانی و ترس در اوست. در افرازهای خود آسایشتگی به وجود می آورد. آیا فوجهای او سان و شمار دارند؟ و کیست که نور او بر وی طلوع نمی کرده باشد؟ ولی انسان چگونه به حضور خدا عادل شود و زاده زن چگونه پاک باشد؟ اینک حتی ماه چندان روشنایی نمی دهد
و ستارگان در نظر او پاک نیستند. علل خصوص انسان که مثل کرم است و پسر آدم که مثل میته است. کتاب ایوب باب 26. جواب هشتم ایوب. نطق بیلداد می تواند کس را به ناامیدی دچار سازد، لیکن ایوب به خدا ایمان می آورد. و ایوب جواب گردانده گفت: چگونه تو به بی‌قوت مدد رساندی و بازوی بی‌مجال را رها کردی؟ چگونه تو به بی‌حکمت مشورت دادی و حقیقت حال را به خوبی فهماندی؟ برای کی این سخنان را گفتی؟ و روحی کیست که از تو بیرون آمد؟ ارواح مردگان در زیر آب و ساکنان آن به لرزه می آیند. دوزخ پیش نظر او برهنه است و برای اسفل و سافلین روپوشی نیست. شمال را بر خلا می گستراند، زمین را بر نیستی می آویزد. آب را در ابرهای خود بند می کند و هیچ سحاب زیر آن نمی کفد. روی تخت خود را می پوشاند، ابر خود را بر آن پهن می کند. خط بر روی آب می کشد تا به حد روشنایی و تاریکی. ستونهای آسمان به لرزه می آید و از عتاب او به دهشت می افتد. با قوت خود بحر را به شور می آورد و با خرد خود رهب را زخمدار می کند. از روح او آسمان شکوه یافته است، دست او اژدر بالدار را نابود کرده است. اینک اینها حصه است از راههای او و چه سخنی اندک در حق او شنیده ایم. ولی رعد قدرت او را کیست که تواند پی برد؟ کتاب ایوب باب 27. دوام جواب ایوب. و ایوب نطق خود را دوام داده گفت: قسم به حیات خدا که او مرا از عدل و انصاف محروم نموده است و به حیات قادر که جان مرا تلخ کرده است. که تا دمی که جان من در تن من است و نفس خدا در دماغ من است، لبهایم ناانصافانه سخن نخواهد راند و زبانم دروغ نخواهد گفت. حاشا که من شما را حق شمارم. تا دم مردنم نخواهم گذاشت که بی عیبی مرا از من دور کنید. عدل خود را محکم نگاه داشتم و آن را ترک نخواهم کرد. دل من از اولی هستیم مرا مذمت نکرده است. دشمن من مثل شریر خواهد بود و مخالف من مثل ناانصاف. زیرا ریاکار چه امید دارد وقتی که خدا او را محو می کند، وقتی که جان او را می گیرد؟ آیا خدا فریاد او را خواهد شنید وقتی که مصیبت بصری او آید؟ آیا او از قادر شادکامی خواهد یافت و هر وقت خدا را خواهد خواند؟ آنچه را که در دست خداست به شما تعلیم خواهم داد، آنچه را که از جانب قادر است نهان نخواهم کرد. اینک شما همتان این را دیده اید و چرا چنین سخنان خشک و خالی می گویید؟ چنین است نصیبه آدم شریر از جانب خدا و میراثی که ظالمان از قادر پیدا می کنند. اگر فرزندان او بسیار شوند طعمه شمشیر خواهند شد و اولاد او از نان سیر نخواهند شد. بقیه آنها از وفات در گور خواهند شد و زنان بیوه‌شان گریه نخواهند کرد. اگر او نقره را مثل خاک جمع آورد و لباس را مثل گل تیار کند، او تیار می کند ولی آن را عادل خواهد پوشید و نقره را بیگناه میراث خواهد گرفت. خانه خود را او مثل کویه بنا می کند و مثل سایبانی که نگهبان می سازد. به صفت ثروتدار خواب می رود ولی دیگر چنین نخواهد بود. چشمان خود را می کشاید و ثروتش نیست شده است. دهشتها مثل آب او را فرا می گیرد، شبانه او را تندباد می رباید. باد شرقی می بردارد و می رود و او را از مکانش لیسیده می برد و بر او تیر می اندازد و دریغ نمی دارد، اگرچه او زور می زند که از دست آن بگریزد. در حق او دست بر هم می ساید و از مکانش به حال او هشتگ می کشد. کتاب ایوب باب 28. دوام جواب ایوب.
به یقین نقره معدن دارد و طلا مکانی که می گدازند. آهن از خاک گرفته می شود و مس از سنگ گداخته می شود. آدم به تاریکی خاتمه می دهد و تا نهایت درجه سنگ ها را در تاریکی و ظلمات تفتیش می کند. غار به زیر مکان اهالی نشین می کنند، از خاطر پیاده‌گردهای روی زمین فراموش می شوند و دور از مردم آویزان گردیده به هر سو حرکت می کنند. زمینی که از سطحش نان می روید اندرونش مثل آن که از آتش باشد چپگردان شده است. سنگهایش مکانی یاقوتی کبود است و طلای خاکه دارد. راه آن را بازی شکاری نمی داند و چشم عقاب آن را ندیده است. درندگان بر آن قدم نگذاشتند و ارسلان بر آن گذر نکرده است. به سنگ خارا دست خود را دراز می کند، کوهها را از بنیادشان چپه می گرداند. در کوه پاره ها جویها می کند و چشمش هر چیزی گرانبها را می بیند. نهرها را از تراوش می بندد و چیزی نهان را به روشنایی می برآورد. ولیکن حکمت از کجا یافت می شود؟ و مکان خیرت کجاست؟ انسان قدر آن را نمی داند و آن در زمین زندگان یافت نمی شود. ورته می گوید آن در من نیست و بحر می گوید نزد من نیست. زری خالص در عوض آن داده نمی شود و نقره به بهای آن برکشیده نمی شود. با آن نه با زری سرخ اوفیر قیمت داده می شود، نه با جزئی گرانبها و یاقوت کبود. طلا و آینه با آن برابر نیست و زیوری زری خالص نمی تواند آن را عوض نماید. مرجان و بلور ذکر نمی یابد و پیدا کردن حکمت از جواهر دشوارتر است. یاقوت زرد حبش با آن برابر نیست. با آن با زری سرخ پاکیزه بها داده نمی شود. ولیکن حکمت از کجا می آید و مکان خیرت کجاست؟ به حالان که آن از چشم تمام مخلوقات پنهان است و از مرغان هوا نهفته است. اسفل السافلین و مرگ می گویند آوازه آن را با گوش خود شنیده ایم. خدا راه آن را می داند و او از مکان آن خبردار است. زیرا که او تا به اقصای زمین نظر می کند و آنچه را که زیر تمام آسمان است می بیند. هنگامی که او وزن برای باد مقرر نمود و آبها را با میزان جایگیر کرد و هنگامی که نظام برای باران قرار داد و راه برای برق تندرها. آنگاه آن را دید و آن را در شمار آورد، آن را مهیا کرد و آن را نیز تفتیش نمود. و به آدمیزاد گفت اینک ترس خداوند حکمت است و از بدی دور شدن خیرت است. کتاب ایوب باب 29. دوام جواب ایوب. او به عیب دار کنی بر دروغ الیفاز ایراد می گیرد. و ایوب نطق خود را دوام داده گفت کاش که من مثل ماه‌های پیش می بودم، مثل روزهایی که خدا مرا نگاه می داشت. وقتی که چراغ او بر سر من نور می پاشید و من با روشنایی آن در تاریکی راه می رفتم. مثل آن که در روزهای جوانی خود بودم، وقتی که دوستی خدا بر خیمه من بود. وقتی که قادر هنوز با من بود و فرزندانم در گرد و پیش من بودند. وقتی که پایهای من با قیماق شسته می شد و کوه پاره برای من جویبار روغن می ریخت. هنگامی که من به دروازه شهر می برآمدم و نشستگاه خود را در میدان مهیا می نمودم، جوانان مرا دیده پنهان می شدند و پیران برخاسته راست می ایستادند. میران از سخنرانی خودداری می کردند و دست به دهان خود می ماندند. آواز سروران خاموش می شد و زبانشان به کامشان می چسبید. گوشی که آوازه مرا می شنید مرا سزاوار خوشبختی می دانست و چشمی که رفتار مرا می دید به عدالت من شهادت می داد. زیرا مظلومی را که استغاثه می برد و یتیمی را که مددگار نداشت رها می کردم. برکت شخصی که گرفتار هلاکت بود به من می رسید و دل بیوزن را من شاد می نمودم.
جامعه عدل را می پوشیدم و آن به واسطه من جامعه عمل می پوشید. داوری من مثل ریدا و دستار بود. من برای کور چشم بودم و برای لنگ پای. برای مسکینان من پدر بودم و دعوای ناشناس را تفتیش می نمودم و دندانهای آسیای شخصی ناانصاف را می شکستم و نخجیر را از دندانهایش می افتاندم و در دل خود می گفتم در لانه خود خواهم مرد پس از آن که روزهایم مثل ریگ سرشمار گردد. ریشه من سوی آب پهن خواهد شد و بر شاخ و برگهای من شبنم قرار خواهد گرفت. جلال من همیشه در من تازه خواهد بود و کمان من در دستم قوت خواهد یافت. مرا می شنیدند و انتظار می شدند و برای مشورت من خاموش می ماندند. بعد از سخن من چیزی نمی گفتند و کلام من بر آنها می چکید. با من مثل باران انتظاری داشتند و دهان خود را برای باران آخرین می کشادند. وقتی که با آنها تبسم می نمودم باوریشان نمی آمد و نور روی من آنها را خشنود می کرد. راه آنها را انتخاب می نمودم و در صدر مجلس می نشستم و در میان فوج مثل پادشاه ساکن بودم و مثل شخصی که عزاداران را تسلی می دهد. کتاب ایوب باب 30. دوام جواب ایوب. و الحال به حال من کسانی می خندند که سین نشان از سین من کمتر است و من راضی نمی شدم با آن که پدران آنها را با سگان رمه خود بمانم. قوه بازوان آنها نیز به من چی لازم بود؟ تراوتشان نصف شده بود. از محتاجی و گرسنگی بیمدار شده به چولی تیره خشک و خلا می گریختند. شورگیاه و برگهای بوته را می چیدند و ریشه های رتم خوراک آنها بود. از بین جماعت به در رانده می شدند. به سر آنها مثل دزدان داد می گفتند. در دره های رودها مسکن می گرفتند، در غارهای زمین و صخره ها. در میان بوته ها آه و فغان می کردند، زیر خارزار پناه می یافتند. این مردم نابکار، این مردم گمنام نیز به این سبب از زمین رد شدند. ولیکن الحال من سرود تحقیرآمیز آنها گردیدم و برایشان کلمه تمسخر شدم. آنها از من نفرت دارند، از من دور می شوند و از توف کردن بر روی من خودداری نمی کنند. زیرا که او زیهی کمان مرا کشاده مرا زیر و زبر کرده است و آنها لجام خود را به حضور من سر دادند. از طرف راست ازدحام بچگان برخاسته پایهایم را به تنگ می آورند و راه های هلاکت آوری خود را بر من روانه می کنند. راه مرا ویران کرده فلاکت مرا افزون می نمایند در صورتی که مانعی برایشان نیست. مثل آن که از رخنی فراخ باشد سوی من می آیند، بسانی تندباد هجوم می آورند. دهشت ها مرا فرا گرفته مثل باد همت مرا تعقیب می کند و کامیابی من مثل ابر گذشته رفته است و الحال جانم اندرون من به هیجان می آید. روزهای عقوبت مرا در بر گرفته است. شب استخوانهایم را شکافته از هم جدا می کند و رگهایم آرام ندارد. با قوت عظیم او لباسم تغییر یافته است و آن مرا مثل گریبان کرتم زیر می کند. مرا او در گل انداخته است و من مانند خاک و خاکستر شدم. سوی تو استغاثه می برم و اجابت نمی کنی. به دعا می استم فقط بر من نظر می اندازی. نسبت به من بیرحم گردیده ای، با قدرت دست خود به من کینه می ورزی. مرا با باد برداشته بر آن سوار کردی و مرا با تندباد واژگون می نمایی. می دانم که تو مرا به مرگ خواهی رسانید و به خانه‌ای که برای جمع آمدن همه زنده هاست. به یقین به خاک توده دست دراز نخواهد کرد وقتی که کس در مصیبت خود فقط از این خصوص استغاثه می برد. آیا من به حال کسی بدروز گریه نمی کردم؟ آیا جانم از قسمت مسکین غمگین نمی شد؟
هنگامی که به نیکی امید می‌بستم بدی آمد و هنگامی که به نور انتظاری داشتم تاریکی فرا رسید. آیم به جوش می آید و آرام نمی یابد. روزهای مصیبت مرا استقبال نموده است. تیره روی شده می گردم ولی نه از آفتاب. در میان جماعت برخاسته استغاثه می برم. برادری شغالان شدم و یاری شترمرغان. پوستم سیاه شده از تنم فرو می ریزد و استخوانم از حرارت بدنم سوخته خشک شده است. بربط من به سوگداری تبدیل یافته است و نی من به صدای گریندگان. کتاب ایوب باب 31. دوام جواب ایوب. با چشمان خود عهد بستم که به دوشیزه نظر ناندازم. پس قسمت من از جانب خدا از الوف چگونه است و میراث من از جانب قادر از افراز؟ هلاکت آخر برای ناانصاف است و مصیبت برای بدکرداران. او آخر راه های مرا می بیند و همه قدم هایم را در شمار می آورد. اگر با راه باطل رفته باشم و پای من سوی مکر شتافته باشد، بگذار مرا خدا با ترازوی عدل بسنجد و به عیبی مرا بداند. اگر قدم من از راه برآمده باشد و دل من از پی چشمانم رفته باشد و لکه به دستهایم چسبیده باشد، بگذار من کشت کنم و دیگری بخورد و حاصلات من ریشه‌کن گردد. اگر دل من به زن فریفته شده باشد و نزد در یار خود کمین گرفته باشم، بگذار زن من برای دیگر آس کند و دیگران به وی هم بستر شوند. چون که این فسق و فجور است و گناه منسوب به دارالقضا است. زیرا این آتش است که تا به حد اسفل و سافلین خواهد خورد و تمام محصولات مرا ریشه‌کن خواهد کرد. اگر به دعوای غلام و کنیز خود به اعتنایی کرده باشم، هنگامی که آنها از من داد می خواستند، پس وقتی که خدا برخیزد چی کار خواهم کرد؟ و هنگامی که توقع نماید به او چی جواب خواهم داد؟ آخر او که مرا در بطن آفریده است و را نیز آفریده است و هر دو را یگانه در رحم به وجود آورده است. اگر از اجرای طلب بینوایان دست کشیده باشم و چشمانی بیوزن را از انتظار خسته کرده باشم و لقمه نان خود را به تنهایی خورده باشم و یتیم از آن نخورده باشد، در صورتی که از بچگیم او با من چون با پدر کلان شده است و از بطن مادرم بیوزن را هدایت نمودم. اگر کسی را دیده باشم که بی لباس نابود می شود و مسکینی را که پوشاک ندارد، اگر اندامهای او مرا برکت نداده باشد و از پشم گوسفندان من گرم نشده باشد، اگر دست خود را بر یتیم بالا کرده باشم وقتی که نزد دروازه برای خود مدد می دیدم، بگذار بازوی من از کتفم جدا شده افتد و ساعد من از آرنجم بشکند. زیرا که هلاکت از جانب خدا برای من ترساور بود و پیش کبریای او ناتوان بودم. اگر طلا را امید خود دانسته باشم و به زر خالص گفته باشم تو پشت و پناه من هستی، اگر شادی کرده باشم از آن که دارایی من فراوان است و دستم ثروت بزرگ پیدا کرده است، اگر بر آفتاب نظر انداخته باشم وقتی که طلوع می نمود و بر ماه وقتی که با کمال درخشانی گردش می کرد و دل من به طور نهانی فریفته شده دهان من دستم را بوسیده باشد، که این نیز گناه منسوب به دارالقضا است، زیرا که خدای تعالی را این کار می نمودم. اگر از مصیبت دشمن خود شادی کرده باشم و از این که وی بدی یافته است به وجد آمده باشم و حالان که دهان خود را از خطا کردن نگاه داشته بر جان وی لعنت نخواستم، اگر اهل خیمه من نگفته باشد کیست که از گوشت وی سیر نشده است، در صورتی که غریب شب را در کوچه نمی گذراند، درهای خود را برای رهگذر می کشادم، اگر جنایت های خود را همچون آدمیزاد روپوش کرده گناه خود را در سینه خود پنهان داشته باشم،
زیرا که از جماعت بغایت هراسان می شدم و نفرت قبیله ها مرا در دهشت می انداخت و من خاموش مانده از در خود بیرون نمی رفتم. کاش که کسی مرا می شنید. اینک امضای من. بگذار قادر به من جواب دهد. کاش که دعواگر من عیبنامه می نوشت. به یقین آن را بر کتف خود برداشته می گشتم، مثل افسر بر سر خود می نهادم. شماره قدم های خود را به او می گفتم، مثل میر به او نزدیک می شدم. اگر زمین من از دست من داد و فریاد برداشته، جویک های آن یک جایه گریسته باشد، اگر قوت آن را خورده باشم بیان که قیمتش را ادا کنم و اگر جان صاحبان آن را به تنگ آورده باشم، بگذار خارها به جای گندم و افشان به جای جو بروید. سخنان ایوب خاتمه یافت. کتاب ایوب باب 32. ایوب و الیهو. نطق الیهو. و آن سه شخص از جواب گرداندن به ایوب باز ماندند، چون که او در نظر خود عادل بود. و خشم الیهو ابن برخیل بوزی که از قبیله رام بود به جوش آمد. خشم وی بر ایوب از آن سبب جوش زد که او خود را بیشتر از خدا عادل می شمرد. و خشم وی بر سه دوست او از آن سبب جوش زد که آنها نتوانستند جواب یافته عیب ایوب را اثبات نمایند. و الیهو به سخنرانی با ایوب صبر کرده بود، زیرا که آنها در سن و سال از وی کلانتر بودند. ولی چون الیهو دید که به دهان آن سه شخص جواب نیست، خشمش به جوش آمد. و الیهو ابن برخیل بوزی به سخن آغاز نموده گفت: من در سن و سال جوان هستم و شما موی سفید، بنابراین ترسیده جرأت نکردم که فکر خود را به شما اظهار نمایم. در دل خود گفتم بگذار سن زیاد سخن راند و فراوانی سالها حکمت آموزد. اما در بنی آدم روحی هست و نفس قادر به آنها خرد می بخشد. نه کلان سالها صاحب حکمتند و نه پیرها عدل را می فهمند. بنابراین می گویم مرا بشنوید، من نیز فکر خود را بیان خواهم کرد. اینک به سخنرانی شما انتظاری کشیدم، برای شنیدن ملاحظه های شما گوش نهادم تا دمی که سخنان را می سنجیدید. و من به شما با امید نظر دوختم و اینک از بین شما کسی نیست که ایوب را مذمت نماید، با سخنان خود به او جواب گرداند. مبادا بگویید حکمت را دریافتیم، خدا او را ملزم خواهد کرد نه آدمی زاد. او با سخنانش به من رو نآورده است و من با نطقهای شما به او جواب نخواهم گرداند. هراسان شده دیگر جواب نمی گردانند، سخن از آنها دور شده است. و من انتظاری کشیده دیدم که سخن نمی رانند، باز ایستاده دیگر جواب نمی گردانند. پس من نیز از جانب خود جواب خواهم گرداند، من نیز فکر خود را بیان خواهم کرد. زیرا که من از سخنان پر هستم، روحی که در باطن من است مرا فشار می دهد. اینک باطن من مثل شراب ناکشاده می باشد، مثل مشکهای نوی که به کفیدن نزدیک است. سخن خواهم راند تا سبک شوم، لبهای خود را کشاده جواب خواهم گرداند، به کسی روی بینی نخواهم کرد و به آدم تملق نخواهم گفت، زیرا که اگر تملق گویی از دستم بیاید، آفریدگارم زود مرا از میان خواهد برداشت. کتاب ایوب باب 33. دوام نطق الیهو. و اکنون ای ایوب سخنان مرا بشنو و به همه گفته هایم گوش انداز. اینک لبهای خود را کشادم، زبانم در دهانم سخن می راند. سخنانم افاده دل صاف من است و لبهایم دانش خالص را بیان می کند. روح خدا مرا به وجود آورده است و نفس قادر به من حیات بخشیده است. اگر توانی به من جواب گردان، پیش من به مناظره حاضر شو. اینک من نسبت به خدا مثل تو هستم، من نیز از گل سرشته شدم.
اینک بیم من تو را در دهشت نخواهد انداخت و فشار من بر تو گران نخواهد آمد. به یقین تو در گوش من سخن راندی و من صدای کلامت را شنیدم. من پاک هستم و به معصیت، من عیبی ندارم و گناه در من نیست. اینک او بهانه ها بر من می جوید، مرا دشمنی خود حساب می کند. پایهایم را در اشکال می اندازد، همه راه های مرا می پاید. انا در همین خصوص به تو جواب می گردانم که حق به جانب تو نیست، چون که خدا از انسان بزرگتر است. چرا با او دعوا می کنی که از تمام اعمال خود حسابات نمی دهد؟ زیرا که خدا به یک طرز سخن می راند و به طرز دویم اگر به آن سخنش صرفهم نروند، در خواب، در رؤیای شب، وقتی که آدمان را خواب زیر می کند، وقتی که بر بستر غنبشان می برد، آنگاه او گوش آدمان را می کشاید و پند داده بر آنها اثری می گذارد، تا که آدمی زاد را از عمل بد دور کند و غرور را از مرد پنهان دارد. جان ورا او از گور محفوظ می دارد و حیات ورا از نابود شدن به دم شمشیر. یا که وی بالای بستر خود از درد اذیت می کشد و اضطراب استخوانهایش پرزور است و حیات وی از نان نفرت دارد و جان وی از خوراک لذیذ. جسم وی برباد می رود به طوری که دیده نمی شود و استخوانهایش که ناعیان بود برجسته می براید و جان وی به گور نزدیک می شود و حیاتش به ملک الموت. اگر برای وی فرشته یک حمایتگر از بین 1000 باشد تا که راستکاری آدم را بیان نماید، در آن صورت او به وی رحم کرده به آن فرشته خواهد گفت: ورا از فرود آمدن به گور رها نما، من کفارت پیدا کردم. جسم وی بیشتر از جوانیش تراوت خواهد گرفت و به ایام نورسی خود خواهد برگشت. به حضور خدا دعا خواهد گفت و آن مستجاب خواهد شد و روی او را با شادی خواهد دید و او به انسان عدالت ورا خواهد برگردانید. و به مردم رو آورده خواهد گفت: گناه کردم و راه راست را کج کردم و سزای من داده نشد. جان مرا از فرود آمدن به گور او رها نمود و حیات من از نور بهره می برد. اینک همه این چیزها را خدا با مرد 2-3 دفعه به عمل می آورد تا که جان ورا از گور برگرداند و با نور حیات منور سازد. دقت نما ای ایوب، مرا بشنو، خاموش نشین و من سخن خواهم راند. اگر سخنی داشته باشی به من جواب گردان، بگو، زیرا می خواهم که عدالت خود را اثبات نمایی. وگرنه تو مرا بشنو، خاموش باش و من حکمت را به تو تعلیم خواهم داد. کتاب ایوب باب 34. دوام نطق الیهو. و الیهو سخنش را دوام داده گفت: ای خردمندان، سخنان مرا بشنوید و ای دانشمندان به من گوش اندازید. زیرا که گوش سخنان را می سنجد، چنان که کام طعم خوراک را فرق می کند. بیایید برای خود عدل و انصاف را انتخاب کنیم، در میان خود بفهمیم که چیزی نکو چیست. زیرا که ایوب گفت: حق به جانب من است، ولی خدا مرا از عدل و انصاف محروم نموده است. گرچنده که عدل و انصاف با من است، کذاب حساب یافتم، گرچنده که جنایت نکردم، درد من بی‌دواست. آن مرد کیست که مثل ایوب تمسخر را مثل آب بنوشد، با بدکرداران همراه شود و با مردم شرارت پیشه قدم گذار باشد؟ زیرا که او گفت: برای آدم فایده نیست از آن که اراده خدا را به جا آورد. بنابراین ای صاحب دلان مرا بشنوید، کالا و حاشا که از خدا شرارت سر برزند و از قادر ناانصافی. زیرا که او مزد آدم را از روی عمل وی ادا می کند و موافق راه هر کس به وی پاداش می دهد. در حقیقت خدا شرارت را پیشه نمی کند و قادر عدل و انصاف را تحریف نمی نماید. کیست که او را حاکم زمین تعیین کرده باشد و کیست که تمام دنیا را به دست او سپرده باشد؟
اگر او دل خود را سوی خود نگرانیده، روح خود و نفس خود را نزد خود فراهم آورد، تمام بشر یک بار نیست خواهد شد و آدمیزاد به خاک خواهد برگشت. پس اگر خیرت داری این را بشنو، به صدای سخنانم گوش انداز. آیا بدخواهی عدل و انصاف می تواند سلطنت راند؟ و آیا تو عادل کبیر را به شرارت عیبدار میکنی؟ آیا به پادشاه گفتن ممکن است که سفیل هستی، یا به یکی از نجیبان که شریر هستی؟ و حالان که او به میران روی بینی نمی کند و ثروتدار را از بینوا افضل نمی داند، چون که همهشان عملی دستهای او هستند. آنها در یک آن می میرند و نصف شب قوم به شور آمده به هجوم می گذرند و زورآوران را نیست می کنند، به آن که به آنها دست رسانند. زیرا که چشمان او بر راه های کس است و همه قدم های ورا می بیند. نه تاریکی هست و نه ظلمات که بدکرداران در آنجا توانند پنهان شوند. زیرا باز به ذمه کس نمی گذارد که نزد خدا به مرافعه بیاید. زورآوران را به آن که تفتیش نماید شکست می دهد و دیگران را به جای آنها می ماند. چون که کردارهاشان را می داند و در یک شب آنها را واژگون می کند و آنها محو می شوند. آنها را برای شرارتشان پیش نظر همه ضربه می زند، چون که آنها از پیروی او دور شدند و همه راه های او را نفهمیدند و باعث آن گردیدند که فریاد بینوایان به او رسیده است و او فغان مظلومان را شنیده است. اگر او ساکت کرده باشد، کیست که تواند اعتراض نماید؟ و اگر او روی خود را پوشیده باشد، کیست که تواند به او نظر اندازد؟ این خواه نسبت به خلق و خواه نسبت به آدم برابر است. او ریاکار را از پادشاهی محروم می کند تا کسانی که قوم را به دام می آورند سلطنت نرانند. آیا ممکن است که آدم به خدا بگوید جزا دیدم به آن که بدکرداری کرده باشم؟ آنچه را که نمی بینم تو به من بفهمان و اگر گناه کرده باشم دیگر نخواهم کرد؟ آیا مکافات عمل فقط به حسب فکر تو باید داده شود که چنین گیلمند هستی؟ آیا آن را فقط تو باید انتخاب نمایی و نه من؟ و در این خصوص تو چی می دانی که بگویی؟ صاحبان فهم خواهند گفت و هر مردی با خرد نیست که مرا می شنود، ایوب نه از روی دانش سخن می راند و سخنانش به خرد موافق نیست. آرزومندم که ایوب تا به آخر آزموده شود، برای آن که مثل خبیثان جواب می گرداند. زیرا که بر خطای خود جنایت را ذم می کند، در میان ما دست بر هم می ساید و بر ضد خدا بسیار سخن می راند. کتاب ایوب باب 35. دوام نطق الیهو. و الیهو سخنش را دوام داده گفت: آیا این را عدل و انصاف حساب می کنی که گفته ای من از خدا عادل ترم؟ زیرا که گفته ای عدالتم برای تو چی فایده خواهد داشت و من چی نفع خواهم برد که آن اگر از گناهم بیشتر باشد؟ من به تو جواب می گردانم و به یارانت با تو. به آسمان نظر انداز و ببین و بر فلک بینگر که از تو بلندتر است. اگر خطای کرده باشی به او چی می توانی بکنی؟ و اگر جنایت‌هایت افزوده باشد به او چی زیان می توانی برسانی؟ اگر عادل باشی به او چی می توانی بدهی؟ یا او از دست تو چی چیزی خواهد گرفت؟ شرارت تو برای کسی است که مثل تو باشد و عدالت تو برای آدمیزاد است. از ستم‌های زیاد فغان می‌کشند، از دست زورآوران استغاثه می‌برند، ولی کسی نمی‌گوید کجاست خدای آفریدگار من که شبانگاه سرودها عطا می‌کند؟ ما را بیشتر از حیوانات روی زمین تعلیم می‌دهد و بیشتر از مرغان هوا حکمت می‌بخشد. در آنجا به سبب غرور بدکاران فریاد می‌زنند ولی او اجابت نمی‌کند، زیرا که خدا فریاد باطل را نمی‌شنود و قادر به آن نظر نمی‌کند.
اگرچه گفته ای که تو او را نمی بینی، با وجود این دعوای تو پیش اوست و تو در انتظار او باش. و الحال از بس که در غضب خود هنوز نسنجیده است و جنایت را به خوبی ندانسته است، بنابراین ایوب دهان خود را به یاوه‌گویی گشاده، بی آنکه داند بسیار سخن می‌راند. کتاب ایوب باب 36. دوام نطق الیهو. و الیهو سخنش را دوام داده گفت: اندک به من صبر نما تا به تو اظهار کنم، زیرا که باز سخنان در حق خدا دارم. فکر خود را از دور بیان خواهم کرد و به آفریدگار خود وصف عدالت را خواهم گفت. زیرا که حقیقتا سخنان من دروغ نیست، شخصی کامل فکر با تو سخن میراند. اینک خدا تواناست و کسی را ترک نمی کند، هم در قوت تواناست و هم دانادیل است. شریر را زنده نمی گذارد و داد مظلومان را می دهد. چشمان خود را از عادلان دور نمی کند، بلکه آنها را به صورت ابدی با پادشاهان بر تخت می شیناند و آنها سرافراز می شوند. ولی اگر آنها با زولانه ها بسته شده باشند و گرفتار قید مصیبت گردیده باشند، در آن صورت اعمالشان را به آنها می فهماند و جنایت هاشان را که افزوده است و گوششان را برای پند می کشاید و به آنها می گوید که از خباثت دست کشند. اگر آنها گوش کنند و او را عبادت نمایند، روزهای خود را در خوشبختی می گذرانند و سالهای خود را در خرسندی. و اگر گوش نکنند، به دم شمشیر نابود می شوند و به آنکه دانش پیدا کنند می میرند. ولیکن کسانی که دل پر از ریا دارند در غضب می شوند و به او استغاثه نمی برند وقتی که آنها را گرفتار قید مصیبت می کند. جانشان در جوانی فنا می شود و حیاتشان در میان اهل فسق و فجور. مصیبت زدگان را او به واسطه مصیبتشان خلاص می کند و گوششان را با فشار می کشاید و حتی تو را او از دهان بدبختی بیرون می آورد به وسعت آباد که مصیبت در آنجا نباشد و هر طعامی که بر سفره تو فرود می آمد پر از روغن می بود، ولی تو از دعواهای شریر پر هستی، داوری و بازخواستی او تو را فرا خواهد گرفت. بر حذر باش که مبادا غضبت تو را فریفته نموده به ضربه او گرفتار کند و کفارتی بسیار نباید تو را در اشتباه اندازد. آیا استغاثه تو قیمت دارد برای آن که او تو را به وسعت آباد برارد؟ و تمام این شدت و قوتی که به ضد او به کار میبری، آرزومند آن شب نباش که قومها در آن از جایشان نیست میشوند. احتیاط نما به معصیت مائل نشو، زیرا که آن را بیشتر از اطاعت برگزیده ای. اینک خدا با قوت خود عالی است، کیست که مثل او تعلیم دهد؟ کیست که راه او را امر فرموده باشد و کیست که بگوید تو ناانصافی کرده ای؟ در یاد داشته باش که کارهای او را تکبیر گویی که آنها را مردم می سرایند. همه آدمان آنها را می بینند، هر کس به آنها از دور نظر می اندازد. اینک خدا معظم است به طوری که ما نمی توانیم او را بشناسیم. شماره سالهای او حد و حساب ندارد. او قطره های آب را جدا می کند، آنها اندرون بوق باران زلال می گردد که آن را ابرها فرو ریخته بر آدمان فراوان می باراند. کیست که تواند عمل ابرهای گسترده و گلدراز خیمه او را درک نماید؟ اینک نور خود را بران می گستراند و قعر بحر را می پوشاند. به این وسیله قومها را داوری می کند، به فراوانی رزق و روزی می دهد. نور را در کفهای خود نهان می دارد و آن را امر می فرماید که به هدف بزند. گلدراز آن از نزدیک آمدن آن خبر می دهد و تندباد از جوشش غضب او. کتاب ایوب باب 37. دوام نطق الیهو. از این نیز دل من به تپش می افتد و از خانه‌اش می براید. غلغله آواز او را با دقت بشنوید و صدای را که از دهان او می براید. آن را به زیر تمام آسمان روانه می کند
و نور او در اقصای زمین نمایان است. بعد از آن آواز به غرش می آید. او با آواز کبریای خود گلدراس می زند و هنگامی که آوازش شنیده شد آنها را بازداری نمی کند. خدا با آواز خود به طور عجایب گلدراس می زند، کارهای بزرگ می کند که برای ما عقل نارس است. زیرا که به برف می گوید به زمین فرود آی، همچنین به باریدن باران و به باریدن بارانهای پرزور خود دست هر آدم را مهر می زند تا که تمام مردم عمل او را بدانند. آنگاه حیوانات نیز در غارهای خود پنهان می شوند و در لانه های خود می نشینند. از جنوب تندباد می آید و از شمال سرما. از نفس خدا یخ به وجود می آید و سطح آب یخبند می شود. او نمی زیاده بر ابرها بار می کند و سحابهای نور خود را می گستراند و آنها بر طبق تدبیر سازی های او به هر طرف چرخ می زنند تا هر چی را که به آنها امر فرماید بر روی زمین آبادان به عمل آورند. خواه آنها را برای جزا به زمین خود روانه کند، خواه برای احسانکاری. به این گوش ده ای ایوب، بیایست و به کارهای عجایب خدا با دقت نظر انداز. آیا تو خبردار هستی که خدا بار خود را چگونه بر آنها می‌گذارد و نور را امر می‌فرماید که ابرهای او را روشن کند؟ آیا تو از موازنه ابرها خبردار هستی که آن از کارهای عجایبی کامل فکر است؟ آیا تو خبردار هستی که لباسهایت چگونه گرم می شود وقتی که زمین از باد جنوبی ساکت می گردد؟ آیا تو می توانی به مانند او فلک را بگسترانی که آن مثل آینه فلزی مستحکم است؟ ما را تعلیم ده که به این کارهای او چی گوییم؟ ما از باعث تاریکی نمی توانیم چیزی به زبان آوریم. آیا وصف پره او قابل امکان است که من باز سخن رانم؟ آیا کسی می تواند بگوید که چیزی از او پنهان می ماند؟ و حالا نور آفتاب را از پس ابرها نمی بینند، گرچنده که آن بر فلک درخشان است، ولی باد وزیده آن را تازه خواهد کرد. از شمال فروغ زرین می آید. این عکس شکوهی سهمگین است که بر خداست. قادر را ما نمی توانیم دریابیم. او در قوت و انصاف بزرگ است و در عدالت معظم، ستم نمی کند. بنابراین باید که آدمان ترسگار او باشند، لیکن او به همه دانادلان نظر نمی کند. کتاب ایوب باب 38. ایوب به حضور خداوند. و خداوند به ایوب از میان تندباد جواب گردانده گفت: آن کیست که مشورت مرا با سخنان بی‌معنی تاریک می کند؟ کنی کمر خود را مثل مرد ببند. من به تو سوال خواهم داد و تو به من بفهمان. وقتی که من بنیاد زمین را می نهادم تو کجا بودی؟ بگو اگر از خیرت خبردار باشی. کیست که اندازه های آن را معین نمود؟ آیا می دانی؟ یا کیست که شاقل را بر آن کشید؟ پایه های آن بر چی چیز نهاده شده است؟ یا کیست که سنگ زاویه آن را گذاشت؟ در صورتی که ستارگان صبح یک جایه ترنم می کردند و همه فرزندان خدا نهادهای شادی می دادند؟ و کیست که بحر را با دروازه ها بست هنگامی که آن از بطن جسته بیرون می آمد؟ هنگامی که من ابر را لباس آن و میغ را پرپیچ آن گرداندم و نظام خود را برای آن برقرار نمودم و غلقه و دروازه ها گذاشتم و گفتم تا به اینجا بیا و از آن نباید بگذری و در اینجا سرکشی موجهایت بازداشته خواهد شد. آیا تو در یکی از روزهای عمر خود به صبحدم امر فرموده ای و به شفق مکان آن را نشان داده ای تا که اقصای زمین را فرا گیرد و شریران از آن افشانده شوند و آن مثل لاک مهر ظهر تغییر یابد و همه چیز مثل لباس رنگین به ظهور آید و شریران از نورشان محروم شوند و بازوی بلند شکسته گردد؟ آیا تو به چشمه های قعر بحر فرود آمده ای
و به انتهای ورطه رفته رسیده ای؟ آیا دروازه ممات برای تو کشاده شده است و دروازه ظلمات را دیده ای؟ آیا تو به فضای زمین نظر انداخته ای؟ بگو اگر از همش خبردار باشی، راه مسکن نور چگونه است و مکان تاریکی کجاست، تا که آن را به حدودش برسانی و راه های خانه آن را به خوبی بدانی؟ به یقین تو این چیزها را می دانی، زیرا که در آن وقت تولد یافته ای و شماره روزهایت بزرگ است. آیا تو به خزائن برف فرود آمده ای و خزائن ژاله را دیده ای که آنها را من برای زمان تنگی، برای روز محاربه و جنگ نگاه داشتم؟ با کدام راه نور تقسیم می شود و باد شرقی بر زمین پهن می گردد؟ کیست که مجرای برای باران سیل ساخت و راه برای برق تندرها، تا که بر زمین بی آدم بارش کند، بر بیابانی که کسی در آن نیست، برای آنکه چولی خشک و خلا را سیراب نماید و از آن نباتات بیرویاند؟ آیا باران پدر دارد؟ یا کیست که قطره های شبنم را به وجود آورد؟ کیست که از بطنش یخ بیرون آمد؟ و کیست که قیروی آسمان را به وجود آورد؟ آب مثل سنگ سخت می شود و سطح ورطه زیر یخ پنهان می گردد. آیا تو عقدهای پروین را بسته ای؟ یا بندهای جبار را می توانی بکشایی؟ آیا تو می توانی برج‌های منطقه البروج را در سر وقتشان بیرون آوری و دوب اکبر را با بچگانش راهبری نمایی؟ آیا تو نظام آسمان را می دانی؟ آیا حکم آن را می توانی بر زمین برقرار نمایی؟ آیا آواز خود را می توانی به ابرها بلند کنی تا که تو را آب فراوان بپوشاند؟ آیا تو برخها را می توانی بفرستی تا که آنها بیروند و به تو بگویند لبی؟ کیست که حکمت را در باطن نهاد؟ یا کیست که خرد را به شهاب ثاقب بخشید؟ کیست که با حکمت ابرها را در شمار می آورد؟ و کیست که مشکهای آسمان را می گستراند، در صورتی که خاک به گل تبدیل یافته سخت می شود و کلوخها به همدیگر می چسبد؟ آیا تو نخجیر را برای شیر ماده صید می نمایی و اشتهای شیرهای جوان را قانع می گردانی وقتی که آنها در لانه ها می خوابند یا در بیشه نشسته کمین می گیرند؟ کیست که خوراک زاغ را مهیا می کند وقتی که بچه هایش سوی خدا استغاثه می برند و از باعث بی خوراکی آواره شده می گردند؟ کتاب ایوب باب 39. دوام آن. آیا تو وقت زاییدن بزهای کوهی را می دانی؟ درد زایش آهیان را مشاهده کرده ای؟ آیا پر شدن ماه‌های حامله‌داری آنها را می توانی در شمار آوری؟ و آیا وقت زاییدن آنها را می دانی؟ آنها خم شده بچه های خود را می زایند، بارهای خود را بیرون می کنند. بچه های آنها قوت می گیرند، در دشت کلان می شوند، برآمده می روند و نزد آنها بر نمی گردند. کیست که خری وحشی را به آزادی سر داد؟ و کیست که بندهای گورخر را یله کرد که من چول را خانه وی و شور زمین را مسکن وی مقرر نمودم؟ وی هیاهوی شهر را تمسخر می کند، شفقون خربان را نمی شنود، در کوهسار برای خود چراگاه می یابد و هر نفس سبزه را جستجو می کند. آیا گاوی وحشی راضی می شود که به تو خدمت کند؟ آیا وی نزد آخری تو مسکن می گیرد؟ آیا گاوی وحشی را با ارغمچین آن می توانی به جویک ببندی؟ آیا وی از عقب تو کلوخها را ماله خواهد کرد؟ آیا به وی به سبب پرقوت بودنش امید خواهی بست و کار خود را به وی حواله خواهی کرد؟ آیا به وی اعتماد خواهی کرد که حاصلات تو را بازگرداند و در خرمنگاه جمع آورد؟ آیا شترمرغ با شادی بالافشان می شود؟ آیا بالافشانی وی مانند لکلک است؟ زیرا که وی تخمهای خود را بر زمین واگذار می نماید و بر روی خاک آنها را گرم می کند
و از خاطر میبرارد که پای آن را پخش میکند و حیوان صحرا آن را مجق میکند. با بچه هایش دلسختی میکند گویا که از آن وی نباشند. مهنتش ضایع شود هم وی پروایی ندارد. زیرا که خدا ورا از حکمت محروم کرده است و از خیرت به وی نصیب نداده است. وقتی که وی به دویش بلند می شود بر اسب و سواره آن می خندد. آیا تو به اسب قوت بخشیده ای و گردن آن را با یال پوشانده ای؟ آیا تو آن را مثل ملخ به دو و تاز پرغلغله آورده ای در صورتی که صدای بلند فخفخ آن دهشت انگیز است؟ وی در وادی پا می کوبد و از قوت خود به وجد می آید. به استقبال یراق بیرون می رود. بر بیم می خندد و بر هراس نمی افتد و از دم شمشیر عقیب نمی گردد. تیردان بر وی جرنگ جرنگ می کند و نیزه و مزراق درخشنده. با غلغله و خشم زمین را برقوار طی می کند و از صدای شاخ به طاقت شده پای می کوبد. هر بار که شاخ صدا دهد شیهه می کشد و از دور جنگ را حس می کند و غوغای میران و ندا را. آیا از خیرت توست که قرچیغی پرافشان می گردد و بالهای خود را به سمت جنوب می نگراند؟ آیا به امر توست که عقاب صعود می کند و آشیانه خود را در بلندی می سازد؟ وی بر سری کوه پاره مسکن گرفته فراغت می کند بر دندانه کوه پاره و قلعه. از آنجا نخچیر جستجو می کند، چشمانش از دور می بیند و چوجه هایش خون می خورند و هر کجا که لاشه باشد وی آنجاست. و خداوند سخنش را دوام داده به ایوب گفت: آیا کسی که با قادر مجادله می نماید باز تنبیه خواهد کرد؟ مذمت کننده خدا بگذار جواب گرداند. و ایوب به خدا جواب گردانده گفت: اینک من حقیر هستم، به تو چی جواب می گردانم؟ دستی خود را به دهانم ماندم. یک کرد گفتم و دیگر نخواهم گفت و دوباره تکرار نخواهم کرد. کتاب ایوب باب 40 دوام آن. و خداوند به ایوب از میان تندباد جواب گردانده گفت: کنی کمر خود را مثل مرد ببند. من به تو سوال خواهم داد و تو به من بفهمان. آیا تو میخواهی داوری مرا باطل نمایی، مرا عیبدار سازی تا که خود را عادل نشان دهی؟ و آیا تو بازوی مثل خدا داری و با آواز مثل او میتوانی گلدراز زنی؟ پس خود را با کبریا و جلال آرا بده و پیراهن شکوه و شفقت بپوش. غضب و خشم خود را بیریز و به هر مغرور نظر انداخته او را ذلیل نما. به هر مغرور نظر انداخته او را مطیع گردان و شریران را در مکانشان پایمال کن. آنها را یک جای در خاک نهان نما و رویهاشان را در نهان خانه بند کن. آنگاه من نیز تو را حمد خواهم گفت که یمینت میتواند تو را مددگار شود. اینک بهیموت که ورا به مانند تو آفریدم وی مثل گاو علف میخورد. اینک قوت وی در کمر وی است و توانایی وی در موشک های شکمش. دم خود را مثل ارز می جنباند. رگهای رانش به هم پیچیده است. عضوهایش مثل قبرهای مسین است. استخوانهایش مثل سیخهای آهنین. وی نخستین کارهای خداست. فقط آفریدگار وی می تواند شمشیر خود را به وی نزدیک آورد. کوهها برای وی غذا می آورد و تمام حیوانات صحرا در آنجا بازی می کنند. زیر بوته های نیلوفر می خوابد، در سایه نیستان و در باطلاق. بوته های نیلوفر ورا با سایه خود می پوشاند. بیدهای لب نهر ورا احاطه می کند. اینک دریا به تلاطم می آید اما وی هراسان نمی شود. اردون پیش دهنش ویسته بیرون آید هم وی آرام خواهد بود. اردون پیش دهنش جسته برون آید هم وی آرام خواهد بود. آیا ورا کسی در پیش نظر وی می تواند بگیرد یا بینی ورا با قلاب سوراخ کند؟ آیا تو می توانی اژدر را با شست بکشی و زبانش را با ارغمچین فشار دهی؟
آیا تو می توانی از بینی وی مهار گذرانی و جاغ وی را با خار شکاف کنی؟ آیا وی به تو بسیار زاری خواهد کرد؟ آیا با ملائمت به تو سخن خواهد راند؟ آیا وی با تو اتفاق خواهد بست؟ آیا وی را به صورت ابدی به غلامی خواهی گرفت؟ آیا وی را مثل گنجشک بازی خواهی داراند و برای کنیزان خود وی را خواهی بست؟ آیا اهل صید وی را خواهند فروخت؟ آیا وی را در میان تاجران کنعانی تقسیم خواهند کرد؟ آیا تو می توانی پوست وی را با نیزه ها سوراخ کنی و سر وی را با سیخ ماهیگیران؟ اگر دست خود را به وی برسانی، مبارزه را در یاد خواهی داشت و دیگر نخواهی کرد. کتاب ایوب باب 41 دوام آن. اینک امیدی دستگیر کردن وی به اصل است. فقط از دیدن وی آخر کس به دهشت خواهد افتاد. چنان شخصی دلاوری نیست که وی را برانگیزد. پس کیست که به حضور من ایستادگی نماید؟ کیست که از من پیش دستی کرده است و من تلافی بدهم؟ زیر تمام آسمان هر چیز از آن من است. درباره اندام وی خاموش نخواهم ماند و درباره اقتدار و زیبایی جثه وی. کیست که تواند روی لباس وی را یله کند؟ کیست که تواند به دندانهای دو قطاره وی نزدیک آید؟ کیست که تواند درهای بشری وی را باز کند؟ دایره دندانهای وی دهشت انگیز است. سپرهای قوی وی پر از افتخار است. با مهر سخت محکم کرده شده است. با یکدیگر طور پیوسته است که از میانشان هوا نمی گذرد. به همدیگر طور چسبیده وصل یافته است که جدا نمی شود. از عدسه های وی نور پدید می آید و چشمان وی مثل پیلک های شفق صبح است. از دهان وی مشعل ها بیرون می آید، شراره های آتش می پرد. از سوراخ های بینی وی دود می براید، مثل دیگ جوشان و قمیش های سوزان. نفس وی اخگرها را در می گیراند و از دهان وی علنگه بیرون می آید. بر گردن وی قوت جایگیر شده است و دهشت به حضور وی می رقصد. قورچ های شکم وی محکم چسبیده بر وی سخت شده است و آویزان نمی شود. دل وی مثل سنگ سخت است و مثل آسیا سنگ زیرین ناجنبان است. وقتی که وی برمی خیزد پهلوانان به هراس می افتند و از دهشت دست و پا گم می کنند. شمشیری که به وی بزنند ایستادگی نخواهد کرد، همچنین نیزه، مزراق و تیر. وی آهن را مثل خس می داند و مس را مثل چوب پوسیده. تیر کمان وی را در گریز نمی آورد. سنگ های فلخمان برای وی به پری کاه تبدیل می یابد. گرز مثل پری کاه حساب می یابد و به سفت نیزه وی می خندد. در تحت جسمش پلکچه های مثل سفالپاره تیز دارد. گویا که غله کوبک تیز دندان را بر گل می گستراند. گرداب را مثل دیگ به جوش می آورد. دریا را به پاتیله داروپزی مانند می گرداند. در عقیب خود راه درخشان باقی می گذارد، به طوری که ورطه به نظر سفید موی می نماید. بر روی خاک مثلش نیست که چنین ناترس آفریده شده باشد. به هر چیزی عالی ناترس می نگرد. وی بر همه درندگان پادشاه است. کتاب ایوب باب 42 حکمنامه ایوب در حق خود او. و ایوب به خداوند جواب گردانده گفت: می دانم که هر کار از دست تو می آید و نیت تو را بازداشتن ممکن نیست. آن کیست که مشورت را به معنی پنهان می کند؟ به یقین من درباره چیزهایی که فهم نکردم فکر بیان نمودم. درباره کارهای عجایبی که از عقل من بیرون است و من آنها را نمی دانم. کنی بشنو و من سخن خواهم راند. من به تو سوال خواهم داد و تو به من بفهمان. تا حال من آوازه تو را شنیده بودم و اکنون چشمانم تو را دیده است. بنابراین از سخنانم نفرت دارم و در خاک و خاکستر پشیمان می شوم. خاتمه: ایوب سفید شده سزاوار شرف گردید. و واقع شد بعد از آن که خداوند این سخنان را به ایوب گفت،
خداوند به الیفاز تیمانی چنین گفت: غضب من بر تو و بر دو دوستی تو آتش گرفته است، چون که درباره من مثل بنده من ایوب سخنی درست نگفتید. و اکنون برای خود 7 نرگاو و 7 قشقار بگیرید و نزد بنده من ایوب بروید و برای خود قربانی سوختنی برآورید و بنده من ایوب برای شما دعا خواهد گفت، زیرا که فقط روی او را اجابت خواهم نمود، به آن که به شما بدی بکنم، چون که درباره من مثل بنده من ایوب سخنی درست نگفتید. و الیفاز تیمانی و بلداد شوهی و سوفار نعماتی رفتند و آنچه خداوند به آنها فرمود بجا آوردند و خداوند روی ایوب را اجابت نمود. و خداوند ایوب را به وضعیت پیشتره او برگردانید، وقتی که او برای دوستان خود دعا گفت و خداوند به ایوب هر آنچه پیشتر داشت دوچندان زیاد کرد. و همه برادران او و همه خواهران او و همه آشناهای پیشتره او نزد او آمدند و در خانه او با او نان خوردند و درباره تمام مصیبتی که خداوند به سر او آورده بود به او همدردی اظهار نموده او را تسلی دادند و هر کس به او 1 سیتا و 1 حلقه طلا داد. و خداوند آخر ایوب را بیشتر از اول او برکت داد و او را 14,000 بز و گوسفند و 6,000 شتر و 1000 جفت گاو و 1000 مادخر بود. و او را 7 پسر و 3 دختر بود. و دختر یکم را یمیما و دویم را قیسیا و سیم را قیرن حپوخ نام نهاد. و در تمام زمین مثل دختران ایوب زنان خوشلقا یافت نمی شدند و پدرشان به آنها در میان برادرانشان میراث داد. و بعد از آن ایوب 140 سال زندگی کرد و فرزندان خود و فرزندان فرزندان خود را تا نسل 4 دید. و ایوب پیر و سال خورده شده وفات یافت.